سلام و درود خدمت همه عزیزان. اه، حدوداً 29 نفر جوین شدن، اگر اشتباه نکنم 34 نفر هست، ولی خب 5 نفر دستن در کاران ما هست، اونهایی که با ما به هر حال کار میکنن. از عزیزان میخوام حدوداً برای 3 یا 4 دقیقه دیگه منتظر بمانند. خب یک آدم هم که قلب و لایک فرستادین خیلی ممنون. حدودا برای 3 دقیقه دیگه هم منتظر بمانند تا اینکه خدا بقیه از آن هم مطمئن بشیم جوین شدن. شاید حدودا 10 تا 15 نفر دیگه هم جوین بشن، از اونجوری که تعداد از عزیزان مشکل داشتن. و بعدش سشن یک این دوره رو شروع میکنم با هم دیگه. خب دوستان 2 دقیقه بعد قرار هست شروع بکنیم و از اون ظاهرا نوشتن که صدا نداریم. خب صدا تقریبا همه نداریم چون مایک ها هم آفن. از من توی پروسه و جریان کلن دورتن که بر حال روی سوالات و اینها بریم، از میخوام که مایکشون بر حال آن نکنن. و در صورت لزوم البته فکر کنم که نیاز به چی هست restriction تو اون قسمت وجود داره، اما گذشته از اون هم اگر restriction وجود نداره دوستان مایک خودشون چی نکنن، آن نکنن تا اینکه خلاصه وارد پرسش پاسخ بشیم.
سلام و درود خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. شروع دوره آموزشی پایتون اولین سشن هست که با هم دیگه قرار هست درس بخونیم. توی سشن یه سری موضوعات ابتدایی رو بحث میکنیم. ضمناً خود برنامه پایتون، برنامه که نه، زبان برنامه‌نویسی پایتون، این مقدار در مورد فیچرها و مشخصاتش میگیم، اینکه چرا دقیقاً پایتون رو باید بخونیم و اصولا استفاده های زبان برنامه‌نویسی پایتون چه هست و ضمن اینکه چرا پایتون انقدر مشهور هست. شاید برای شما، حالا بعضی هایتون شنیده باشین، شاید نشنیده باشین، ولی خب زبان برنامه‌نویسی پایتون یکی از مشهورترین زبان‌های برنامه‌نویسی توی کل دنیا هست، پر استفاده ترین زبان هست. بعدش زبان جاوا اسکریپت هست و بعدش یک تعداد زبان‌های دیگه. ضمناً یک مقدار مشخصات در مورد خود دوره میدیم و ضمناً یک سری موضوعات هم در مورد بعد اینکه این دوره بعد از اینکه تمام میشه قرار هست چه کارهایی رو انجام بدیم. اول یک سری موضوع پیرامون این که دوره به چه صورت قرار هست برگزار بشود و بعد اینکه دقیقاً بعد از پایان دوره چه انتظاراتی میره، اینکه آیا، چون یه سری سوالات من عزیزان پرسیده بودن، و اینکه بعد اینکه این دوره تمام شد آیا دوره های ادوانس‌تر یا سطح بالاتر هم قرار هست برگزار بشود یا نه. راجع به اینها اول صحبت میکنیم، بعدش میریم درس خودش رو میکنیم. برنامه به صورت کلی طی 10 جلسه قرار هست برگزار بشه. روزهای یک شنبه به وقت آلمان تا ساعت 2 تا 4. حالا گاهن یک مقدار ممکن هست کم یا زیادتر بشه. بعضی سشن ها ممکن هست اگر موضوعات خیلی زیاد نبود ما برای حدوداً 1 ساعت و 10 دقیقه تا 1 ساعت و 15 دقیقه صحبت بکنیم. در موارد دیگر هم ممکن هست که 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم حتی بحث بکنیم. سشن ها ریکورد میشه و بعدا شما میتونید ریکورد های سشن استفاده بکنید اگر احیانا نتوانستین که در سشن مشترک بشین و درس رو به صورت لایف در حال دنبال بکنیم. برای هر سشن یه ست از اساینمنت ها، 1 یا 2 تا اصولا براتون گذاشته میشه و شما میتونین اون ست از اساینمنت ها رو انجام بدین. فعلا کار به صورت گوگل کلاس روم هست، یعنی شما اونجا میرین اساینمنت هایتون رو سابمیت میکنیم و همکارای ما خودمون میام اساینمنت هایتون رو بررسی میکنیم. بعدا در خصوص اینکه چطوری اساینمنت ها رو سابمیت بکنین و به صورت باید کامپوز بکنین اطلاعات میگذارم برایتون و ضمن برای هر اساینمنتی که براتون داده میشه برای هر سشن اطلاعات در خصوص سابمیشن هم براتون گذاشته میشه. این یک موضوع دوم، بعد از 10 سشن که ما اساسات زبان برنامه‌نویسی پایتون رو بحث میکنیم با هم دیگه، اصلا یک سری چیزای به عبارت ابتدایی در خصوص برنامه‌نویسی رو میخوانیم. حالا این صنف بیشتر زبان برنامه‌نویسی پایتون هست، ولی ما در واقع اساسات یا کانسپت ها و مفاهیمی که توی زبان‌های دیگه هم استفاده میشن تشریح میدیم. موضوعات مثل لوپ ها، موضوعات مثل شرطیه ها و موضوعات مثل وریبل ها و قیمت ها، به عبارت متغیرها و قیمت ها، توابع و موضوعات برنامه‌نویسی شی‌گرایی که یه سری موضوعات حالا سطح بالاتر میشه که آخر این دور قرار هست با هم دیگه صحبت بکنیم. یه معرفی جامعی به هر حال از برنامه‌نویسی قرار هست داشته باشیم تا اینکه بعدا اگر وارد زبان‌های دیگه هم شدین بتونین به عبارت سلف استادی بکنین و خودتان راهتان رو پیدا بکنین. در خصوص به هر حال موضوعات مشخصاتی در خصوص خود دوره هست و ضمن بعد از 10 جلسه که این دوره به پایان میرسه احتمالاً 2 یا 3 یا تا 5 نفر حضور ما به عنوان همکار به یک دوره اینترنشیپی که به هر حال رایگان هست برای شما برگزار بکنیم و احتمالاً از این 5 تا 3 4 یا 5 نفری که انتخاب میکنیم برای دوره‌های وب دیولپمنت، ماشین لرنینگ، هوش مصنوعی و اینها باشون کار بکنیم، آموزششون بدیم و بعداً به عنوان یک تیم کار بکنیم.
خود ما فعلا روی یک پلتفرمی داریم کار میکنیم برام آیتریشن اکس. یه سری موضوعات کلش اینجا براتون نشان بدم و احتمالا شما هم بعد از به هر حال پایین و بعد از اینکه موضوعات حالا سطح ادوانس تر برنامه‌نویسی رو خواندین میتونید یک سری از این کارها رو انجام بدید. و ما فعلا کاری که انجام میدیم یا پروژه‌ای که به هر حال داریم دیولپ میکنیم این پروژه هست. اما بعداً خب این یک نمای کلی از خلاصه بیرون پروژه هست، یک پلتفرم آموزشی. شما تمام اعضانی که فعلا تو این دوره مشترکن فعلا توسط گوگل کلاس پیش میریم، اما بعداً قرار هست تمام اسایمنت ها اینها رو توسط این پلتفرمی که ما قرار هست دیپلوی بکنیم انجام بدیم. و ضمناً اعضانی که از این دوره فارغ میشن و باشون کار میکنیم قرار هست توی دیولپمنت بیشتر این پروژه با ما سهم بگیرن و یک سری موضوعات مثل پروگرامینگ، پرابلم سالوینگ، وب دیولپمنت، ساینتیفیک تینکینگ و اگزم پریپریشن یا آمادگی برای امتحانات مثل تافل و دولینگو اینها یک سری کورس ها گذاشته بشه و بیشتر دوره های مثلا پرکتیکال داخل این به اشتراک گذاشته بشه و یه سری کارهایی که به هر حال توی حوزه هوش مصنوعی اینها قرار هست انجام بدیم. با شما همکاری میکنیم و به عنوان یک اینترن با شما کار میکنیم. خیلی خوب، اینها موضوعات هست که قرار هست بعد از این دوره اتفاق بیفته. به هر حال ضمناً احتمالاً اگر توی حوزه پایتون خوب فعالیت کردین روی فریمورک جنگو، فست API، شاید هم موضوعات فلاسک یک مقداری بحث بکنیم. اینا شامل حوزه وب دیولپمنت و طراحی وبسایت و ساخت وبسایت میشن. اگر هم کارتون با موضوعات منطقی خوب بود میریم روی حوزه دیتا ساینس و ضمن ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی. خیلی خوب، تا اینجا به هر حال روی موضوعات کلاس و اینکه به هر حال پروسه به چه صورت هست احتمالاً قبلا هم دوست عزیز ما اطلاعات دادن آقای ملک زاده و دیگه بحث نمی‌کنیم. به این سری موضوع در خصوص پایان این دوره اینها پرسیده بودیم که به هر حال بهتون گفتیم. میرم روی خود موضوع. اول زبان برنامه‌نویسی پایتون هست. قرار بود ما سلاید آماده بکنیم اما من خودم شخصا حس نمی‌کنم سلاید نیاز باشه. از اونجایی که خودمون میتونیم یه سری موضوعات الان سرچ بزنیم و با هم دیگه صحبت بکنیم به صورت لایف توی خود توی براوزر خودتون الان اگر لپتاپ دارین میتونین واژه پایتون سرچ بزنین PYTHON و بعدش روی سرچ کلیک بکنین. اولا سایتی که بالا میاد سایت خود پایتون هست python.org و روی صفحه ویلکامش اگر برین اینجا میتونین به حال در مورد پایتون یه سری اطلاعات مطالعه بکنین. در خصوص تاریخچه شروع زبان برنامه‌نویسی پایتون، زبان برنامه‌نویسی پایتون حدوداً 30 سالی حدوداً قبل آمد یه تیم به هر حال درستش کردن و یکی از فوکس های به هر حال زبان برنامه‌نویسی پایتون بود که بتونه زبان‌های برنامه‌نویسی یک زبان ایجاد بکنن که بیشتر به زبان انسان نزدیکه و انسان میتونه توسط این زبان با کامپیوتر به نحو ارتباط برقرار بکنه و بهش یک سری دستورها رو بده و بعد کامپیوتر بتونه انجام. بعدها کامیونیتی زبان برنامه‌نویسی پایتون بزرگتر شد از اونجایی که یک زبان هست خیلی عام فهم، یعنی برای شروع برنامه‌نویسی کسانی که میخوان یک زبان برنامه‌نویسی خیلی ساده یاد بگیرن که قابلیت‌های خیلی کلان داره. خب کامیونیتی زبان برنامه‌نویسی پایتون یا مجتمعش بسیار کلان شد، از اونجایی که ساده بود، از اونجایی که هم میتونستن یادش بگیرن، یک منطق و سنتکس خیلی ساده داره. و الان دقیقا مطلع نیستم اما فکر کنم بیشتر از 30 میلیون تا 40 میلیون مثلا توی کامیونیتی زبان برنامه‌نویسی پایتون افراد هستن کار میکنن. خیلی خوب، زبان برنامه‌نویسی پایتون رو برای چه استفاده میکنیم؟ یه سری جاهای دیگه میتونستیم اطلاعات به دست بیاریم ولی خب ترجیحاً توی خود سایت زبان برنامه‌نویسی پایتون که بیاین توی قسمت آخر انتهای صفحه معرفی اینجا نوشته use python for، پایتون رو گفته برای این چیزا استفاده بکنین.
یکی از چیزایی که پایتون خیلی استفاده میشه براش وب دیولپمنت هست یا حوزه انکشاف وبسایت و توسعه وبسایت و یک سری فریم ورک های زبان برنامه‌نویسی پایتون مثل جنگو، پرمیت، بوتل، تورنیدو، فلاسک و فست ای پی آی استفاده میکنن تو این حوزه. مشهورترینشان هم جنگو، فلاسک و فست ای پی آی هست. مثلا توی حوزه وب دیولپمنت اگر سرچ کنین از چه ساختارهایی استفاده میکنن فریم ورک ها، معمولا جنگو و فست ای پی آی اول میارن. جی آی دیولپمنت هست که اینجا خیلی به هر حال استفاده نمیکنن از زبان برنامه‌نویسی پایتون. جی آی میشه گرافیکال یوزر اینترفیس. فرضاً شما وقتی یک اپلیکیشن حسابداری رو باز میکنین با یک اینترفیس به عبارت روبرو میشین، یک محیطی که میتونین توش کار بکنه. الان من این براوزر کروم که باز کردم یک محیطیه که میتونم توش کار بکنم، به هم میگن جی آی یا اینترفیس گرافیکی. برای دیولپ کردن یا توسعه دادن این نوع صفحات معمولا مثل صفحه کرومی که الان اینجا مدارم معمولا از پایتون میتونیم استفاده بکنیم، ولی خب بازم میگم استفاده خیلی زیاد تو این حوزه نداره. چیزایی مثل تیکنتر، پای کیوتی، پای سایت و مسابقهشون. پای سایت و پای کیوتی از مشهورترین فریم ورک هایشون هست. و خب یک قسمتی که خیلی به عبارت پر جنب و جوشه یا به عبارت به اصطلاح انگلیسی زبان ها خیلی هات هست این موضوع پایتون توی حوزه ای آی و ماشین لرنینگ هست. من نمیدونم این صفحه من میتونه دقیقاً ببینم، بذارم یک متر زوم کنم. ای آی و ماشین لرنینگ هست، هوش مصنوعی و ضمن ماشین لرنینگ. و خب تعداد زیادی فریم ورک و کتابخانه وجود داره مثل پایتورچ و تنسورفلو و سیکیت لرن و ترانسفورمر و اندروپیک و لنگچین. و خب موضوع اینجاست که همه اینها مشهوره، یعنی برعکس این قسم حوزه وب دیولپمنت جی آی، پایتون یکی از زبان‌هایی که معمولا انتخاب اول برای کسایی هست که روی هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ کار میکنه. الان چیزایی مثل چت جی پی تی اینها یه سری مدل های ساخته شده داره. بذارید من یک چند نمونهش نشان بدم. توی سایت هاگینگ فیس اگر بریم، این سایت هاگینگ فیس، اینها مدل های هوش مصنوعی هست که شما میتونید ببینید. مثلا من یک نمونه اینجا سرچ میکنم، مثلا مدل جی پی تی و مثلا جی ال ام. خب جی پی تی رو برای بالا نیاوردن، اما بذاریم به صورت کلی روی این مدل کلیک بکنیم و شما مدل ها رو اینجا میتونید ببینید. اینها مدل های هوش مصنوعی هست و شما میتونید تعداد زیاد اینا رو توی کامپیوترتون حتی دانلود بکنین، استفاده بکنین. بعضیشان ترانسفورمر متن هست، یعنی براتون مثل چت جی پی تی متن تولید میکنه، باهاتون صحبت میکنه. یه سری اینها تولید کننده یه ویدیو هست، یعنی شما متن میدین براتون ویدیو میده بیرون. یه تعداد دیگه شون هم تبدیل متن به صدا و خیلی چیزهای دیگه هست. مثلا پرپلکسیتی ای آی یک نمونهش اینجا هست، حدودا 0.6 جی بی هست گیگابایت و مسابقهشون. و اینها مدل های هوش مصنوعی هست و یکی از کتابخانه های اینجا اگر برین، یک چند تا از کتابخانه هایی که خیلی استفاده میشه برای اینکه اینها رو به عبارت بیان انکشاف بدن، بهتر بکنن. یکیش پایتورچ هست، یکیش هم تنسورفلو هست. این دوتا مال پایتونه و توی قسمت اول حتی قرار دارن. یه سری چیزای دیگه مثل ترانسفورم جی اس هست که مال جاوا اسکریپت اینها هست، ولی خب اساسا پایتورچ تنسورفلو در رده اول قرار دارن برای انکشاف مدل های هوش مصنوعی. خب توی سایت هاگینگ فیس هم هر زمان خواستین میتونین بیاین اینجا، میتونین یه سری مدل های هوش مصنوعی رو به عبارت ببینین، دانلود کنین توی لپتاپتون، به کامپیوترتون. اگر کامپیوترتون قابلیت خوبی داره و از مدل های هوش مصنوعی میتونین توی کامپیوترتون استفاده بکنین. و اینکه چطوری دقیقاً استفاده بکنین یه سری به هر حال مراحل باید انجام بدین که میتونین توی یوتیوب اینها پیدا بکنین بعداً. خیلی خوب. ضمن ساینتیفیک اند نیومریکس هست. توی حوزه استاتستیکس، احصایه و آمار معمولا از پایتون استفاده میکنن. از یه سری کتابخانه‌های مثل پانداس. سافتور دیولپمنت شما میتونید استفاده بکنید و ضمن سیستم ادمنستریشن. یه سری چیزای دیگه هم که توش معمولا استفاده میشه پایتون، اما استفاده خیلی کم میشه. حوزه امبدد سیستم هست. امبدد سیستم مثلا بعضی از دستگاه ها ما داریم
هوشمند یا به صورت دیجیتال مثلا کار میکنن. فرض مثال این اسکنر هایی که دستگاه CT اسکن مثلا شفاخانه ها، اینها خب یک جنبه دیجیتال یا کامپیوتری داره که شما مثلا اون دستگاه یا اون سخت افزار رو حرف میزنیم به همون به عبارت سافتور یا نرم افزاری که داخل اون دستگاه CT اسکن کار میکنن میگن embedded system، که اینها رو معمولا توسط یک سری زبان‌های مثل جاوا و سی و سی پلاس پلاس بنویسن، اما پایتون هم میتونه این کارا رو انجام بده. پهپادهای هوشمندی که مثلا میسازن شما میتونین اون قسمت منطقش از طریق پایتون اینها به این طراحی بکنین و این موضوعات حوزه امبدد سیستم میشه. سیستم های معنی دقیق فارسیش من نمیدارم، امبدد فکر کنم میشه جاسازی شده یا کارگزاری شده، امبدد سیستم میشه سیستم های کارگزاری شده یا چنین چیز. خیلی توی سایت پایتون یک قسمت اباوت هستین که دقیقاً پایتون چی هست چی نیست اینها. اینجا اگر یه سری چیزای دیگه جستجو بکنید میتونید اطلاعات به هر حال بیشتر هم پیدا بکنید توی این سایت. بیاین یک مقدار دور بزنم ما فعلا این قسمت چه کار داریم. برای اینکه بتونید بچه‌ها پایتون رو توی کامپیوترتون به عبارت ران بکنن کدهای زبان برنامه‌نویسی پایتونی که می‌نویسین، شما باید خود نرم افزار پایتون رو توی کامپیوترتون دانلود بکنید. در غیر این صورت شما نمیتونید پایتون ران بکنید. توی سایت رسمی خود پایتون اگر برین توی قسمت دانلود، اینجا توی این تب روی گزینه ویندوز میتونین کلیک بکنین و بعد از اینکه این صفحه براتون بالا آمد شما میتونین روی دانلود پایتون به عبارت کلیک بکنین و اینجا چندین به هر حال دانلود وجود داره، اما شما فکر کنم میتونین قسمت ویندوز اینستالر 64 بیت که قسمت بالای بالا هست دانلود بکنین. همچنین میتونین پایتون اینستال منیجر رو دانلود بکنین، اما یک مقدار کامپلکسیتی داره و ضمن اینستالیشن با اتصال به اینترنت برای شما انجام بده. اما این اگر دانلود بکنین ویندوز اینستالر 64 بیت، شما میتونین به عبارت پایتون رو به صورت آفلاین هم نصب بکنید. قسمت ریلیس های پایتون قسمت بالا اگر برین اینجا نوشته latest python release پایتون 3.14 آخرین ورژن پایتون که آمده 3.14 هست. ورژن های 3.12 3.13 کاملا قابل استفاده هستن و عملکرد واقعا خوبی هم داره. توی قسمت ویندوز اینستالر کلیک میکنین، اگر اشتباه نکنین باید همه اینستالیشن باشه. بعد از کلیک کردن اینجا براتون شروع به دانلود میکنم. حدودا خب 27 MB هست، چیز زیاده هم نیست. من قبلا دانلود کردم. توی صفحات دانلود اگر برم اینجا پایتون اینستالر دارین، پایتون 3.13 هست از من ورژن 12 و ما هم رو الان هم دانلود میکردیم. بعد از این کلیک بکنین روی اینستالیشن بچه‌ها دو تا آپشن دارین. ممکنه توی کامپیوتر شما بعد از دانلود کردن یک مقداری حالا متفاوت تر باشه، شاید یه صفحه دیگه رو ببینین صفحه نسبتا متفاوت تر، اما وکابولری ها و لغاتی که اساسا توی صفحه اینستالیشن استفاده میشن مشابه همه. یه چیزی که خیلی دقت بکنین همیشه انجام بدین این هست که این قسمت گزینه هر جایی دیدین، البته یک بار اساسا میبینین، اما هر جایی دیدین روی اکتیو قرارش بدین، یعنی چک مارکش فعال بکنین. add python exe to path این مهمه، وگرنه بعدا نیاز هست یه حالا چند تا مرحله اضافه تر هم انجام بدین برای که پایتون کاملا فانکشنال و قابل استفاده بشه. خب add python.exe to path این حتما چک مارکش فعال شده باشه. بتونین ادمین پریویلیج هم فعال بکنین یا نکنین، این کاملا آپشنال هست. البته من خودم دقیقا نمیدونم استفادهش چی هست، ولی خب ظاهرا به پایتون یک سری به عبارت صلاحیت‌های میدن که به عنوان ادمین هم یا به عنوان یک کامند داخل قدرتمند بتونه توی کامپیوترتون عمل بکنه، ولی خیلی دنبال این مسئله به نظر نگردین. خیلی خوب اینستال نو بعد از این کلیک بکنین دیگه چیزاش همه هیستوری هست بچه‌ها، یعنی شروع میکنه به اینستال شدن و نصب شدن. بعد از اینکه نصب کردین بچه‌ها اینستالیشن تمام شد، توی قسمت سرچ بار کامپیوترتون بیاین و دنبال پایتون سرچ بزنین. معمولا این آیکان ها باید ظاهر بشه. یک IDLE پایتون هست و چند تا دیگه هم
پایتون ماجول داکس هست و یه سری چیزای دیگه. اما برای اینکه دقیقاً مطمئن بشین پایتون نصب شده یا نه، میتونین پاورشل یا CMD رو توی ویندوز بیاریم بالا. این صفحه میتونین CMD رو بیاریم بالا یا CMD استفاده کنین، یا اگر توی مک یا لینوکس هستین که میتونین از صفحه کامند لاین اونها استفاده بکنین و این دستور رو وارد بکنین. بنویسین پایتون و یک فاصله بگذارین، دو تا علامت داش بگذارین یا به عبارت منفی و بعد جلو روش بنویسین ورژن و بعد از اینکه انتر کردین باید این براتون ظاهر بشه. این اطلاعات کوچیکی که اینجا ظاهر شده برای من نوشته یه پایتون 3.13.0 و این به این معنی هست که پایتون براتون نصب شده و ورژن پایتونی که شما استفاده میکنین پایتون 3.13.0 هست و الان پایتون برای ما نصب شده. اگر بخواین به صورت یک بار مثلا به صورت کلی و خیلی تند پایتون رو تست بکنیم و کد هایی که پایتون دارن استفاده بکنین، میتونین بنویسین پایتون و بعدش اینتر بکنین و بدونین که ورژن اضافه بکنین یا چیز دیگه اضافه بکنین. بعد از اینکه کامند پایتون رو وارد کردین روی پاورشل یا روی CMD یا قسمت کامند CLI، یک مقداری محیط عوض میشه دیگه. این قسمت آدرس فولدر یا فایل های کامپیوترتون نیست و یه چنین چیزی به عبارت ظاهر میشه، 3 تا به عبارت علامت اشاره و شما الان توی محیط به عبارت CLI پایتون قرار دارین و میتونین اینجا کامنت های پایتون رو وارد بکنین و براتون اجرا میشه. مثلا من میخوام یک پیام پرینت بکنم، می‌نویسم پرینت و بعدش می‌نویسم هلو و الان اگر اینتر بکنم برای اون هلو رو میاد نمایش میده. خیلی خوب، اینا نیاز نیست واقعا خیلی دقت بکنیم بهش چون بعداً قرار هست روی این موضوع بحث بکنیم و دوباره برمیگردیم. ولی به صورت کلی اگر بخوایم بفهمیم پایتون نصب شده یا نه، پاورشل یا CMD رو باز بکنین و بنویسین پایتون داش ورژن و ورژن پایتون میتون نشون بده. وارد محیط CLI پایتون اگر بخوایم بشین فقط کامند پایتون رو بنویسین و بعدش میتونین کدهای پایتون رو به این صورت ران بکنین. اما خب مسلما این روشی نیست که ما از پایتون استفاده میکنیم. خیلی خوب، من کامند لاین رو میبندم و به این چند تا کاری کوچیک انجام بدیم. به این اولین برنامه خود توی زبان برنامه‌نویسی پایتون بنویسیم. البته یک مقدار پروسه پیچیده هست، خودم ترجیحاً تصمیم گرفتم این قسمتش پیچیده بکنم، اما آرام آرام قول میدم که یک مقدار موضوعات راحت تر بکنم یا چه روش‌های ساده سر هم براتون نشون بدم. دقت بکنید بچه‌ها، برای اینکه بخواید کد بنویسین شما اساساً به یک فایل طراحی متن نیاز دارین، یک فایلی که به عبارتی بتونید توش متن بنویسین. من اینجا یک فایل جدید ایجاد میکنم، نوعیتش هم TXT، یعنی ساده ترین تکست ادیتوری که به هر حال توی تمام ویندوز ها و مک و همه چیز وجود داره. اسمش هم بذارم first program، اولین پروگرام، و بعدش این فایل باز میکنم و توسط نوتپد باز میکنم. الان فایل برای من باز شده و شما در واقع توی تمام محیط هایی که میتونین به عبارت متن بنویسین، حالا ورد باشه حتی فایل اکسل باشه، حالا نمیدونم کی با اکسل میخواد این کار انجام بده، یا مثلا فایلایی مثل پاورپوینت، این فایل تکستی یا هر فایل دیگه ای باشه. شما اگر قادر باشین که متن توش بنویسین میتونین از همون به عنوان یک محیط کد نویسی استفاده بکنین. من اینجا همون کد قبلا وارد کردیم برای نمایش پیام هلو، اینجا دوباره وارد میکنم، می‌نویسم هلو پرینت هلو. این کدی بود که چند لحظه پیش ران کردیم، هنوزم نیاز نیست به خاطرش بسپارین یا کدوم چیزی. و ما میخوایم بدونیم که وقتی کد می‌نویسیم یه چطوری رانش بکنیم. خیلی خوب بچه، من این کد می‌نویسم و بعد ذخیره میکنم کنترل اس و بعد فایل میبندم برای اینکه بتونین کدهای پایتون رو ران بکنین. بعد از نوشتنش حالا توی فایل ورد می‌نویسین یا توی فایل تکستی یا هر فایل دیگه‌ای، اگه بخواین رانش بکنین باید پسوند فایل از txt یا هر پسوند دیگه‌ای که داره باید تغییر بدین به
.py یا py تمام فایل های پایتون که قابل اجرا هستی شما میتونید اجرا بکنید و کامپیوتر به عبارت بتونه اونها رو بشناسه به عنوان یک فایل پایتون یا کدهای پایتون شناسایی بکنه و ران بکنه. پسوند .py با خودشون داره. اگر این به هر حال فایل پسوند تکستی و اینها رو داشته باشه، اون فایلتون به عنوان کدهای پایتون یا برنامه پایتون شناخته نمیشه و ران نمیشه. خیلی خب، برای ران کردنش بعد اینکه پسوند به .py تغییر دادین کار خاصی دیگه نیست انجام بدین، فقط دو تا کلیک میکنه روش. خب من ویژوال استودیو رو همینجا اینستال دارم، اما دقیقا این آپشن پایتون رو انتخاب میکنم و میگم فقط یک بار ران بشه. just once کلیک میکنم و خب پروگرام به عبارت ران شد، اما خیلی تند بود و کسی ندید. این یک روش ران کردن پروگرام یا برنامه های پایتون هست، این که کلیک بکنیم و بعد ران بشه. یه روش دیگه هم وجود داره برای اینکه دوباره بریم وارد پاورشل بشیم بچه‌ها. بعد از اینکه وارد پاورشل شدین یا CMD یا CLI مک یا توی لینوکس قسمت کامندش، اونجایی که فایل پایتون خودتون از سیف کردین پیدا بکنید. الان موقعیت ما داخل پاورشل درایو C یوزر و قسمت یحیی هست و کاری که من میتونم انجام بدم برای اینکه برم درایو E کامپیوتر خودم و این فایل پیدا بکنم، مینویسم CD و مینویسم E و یک کالن جلوش میدم، یعنی که کارنت دایرکتوری را تغییر بده به درایو E. و بعد از اینکه انتر بکنم الان توی درایو E هستم. برای اینکه لیست از فایل‌های خود نشان بدم مینویسم ls و این ls تمام فولدرها و فایل هایی که توی همین موقعیت فعلی قرار داره برام نشان بده. یک فایل هست به نام DK، یک فولدر دیگه هست به نام ITER-X، یک فولدر دیگه هست به نام projects done، پروژه های انجام شده، یک پروژه دیگه هم هست به نام تلگرام و یک دانم فایل هست به نام firstprogram.py. خب بچه این نکته که این قبلی مهم نبود خیلی و انتظار هم من ندارم اصلا این موضوعات یاد بگیریم، برای بعضی‌هایتون شاید سنگین هم باشه، ولی این نکته‌ای که الان میگم نسبتا مهم هست و بعداً قرار هست ازش خیلی استفاده بکنیم. برای اینکه توی محیط CLI مثل پاورشل برنامه‌ها یا فایل‌های پایتون رو ران بکنین، از این دستور باید استفاده کنیم. باید بنویسیم پایتون و بعدش نام فایلتون رو با پسوندش باید ذکر کنیم. بنویسیم firstprogram.py. این به این معنا هست که این firstprogram.py یا این فایل firstprogram.py بگیره و توسط برنامه پایتون اجرا بکنه. و بعد از اینکه نوشتیم و اینتر کردیم، اون پیام هلو بچه برای ما اینجا به نمایش گذاشته میشه و شما میتونید اون پیام هلو رو اینجا ببینید. بذارید یه سری تغییرات دوباره توی این فایل ایجاد بکنم. دوباره من روی رینیم و پسوند فایل از .py تغییر میدم به txt، چون میخوام دوباره بیام روش یه سری چیز رو اضافه کنم و متن بنویسم. به جای هلو بنویسم هلو ورلد، سلام دنیا، و بعد سیو میکنم. دوباره برنامه ازش خارج میشم و دوباره روی رینیم میام پسوند فایل از txt دوباره تغییر میدم به .py یا .py. الان دوباره حالت پایتون رو به خودش میگیرم و اینجا دوباره میام پروگرام رو ران میکنم. بنویسم پایتون firstprogram.py و الان برایمون پیام هلو ورلد برای پرینت میکنم. خود موضوع اصلی نوشتن پروگرام نیست، چون بعدا قرار هست ما یه سری چیزای دیگر برای نوشتن پروگرام های برنامه خود ما استفاده بکنیم. اما موضوع اصلی اینجا هست که شما در واقع میتونین از هر چیزی که بتونین به عبارتی روش متن بنویسین استفاده کنین برای کد نویسی، مثل یه فایل ساده تکستی یا برنامه ورد، حتی پاورپوینت ها. و بعد از اینکه برنامه خودتون نوشتن فقط کافیه که پسوند اون فایل تغییر بدین یک پسوندی که زبان برنامه‌نویسی پایتون بتونه اونها رو بخونه و شناسایی بکنه و اون کدهایتون رو ترجمه بکنه و بعدش ران بکنه. خیلی خوب. مسلما حالا ما یک خط دو خط کد اگر توی فایل تکستی بنویسیم خب کار راحتی، حالا مثلا پیام هلو ورلد مثلا میام پرینت بکنم، چیز زیادی نیست، خیلی پیچیده هم نیست. اما تصور کنین تعداد کدهایی که بنویسم به 100,000 یا در موارد تا 2000 خط کد بره
برسه. این صورت احتمال اینکه مثلا اشتباهات زیاد من بکنم و بعدا ایرور بگیره و اینها زیاده. حالا بیم مثلا یه نمونه کوچیک با همین فقط هلو ورلد که ما انجام دادیم بین انجام بدیم. فرض کنیم به جای قسمت آخر این قوس که بسته شده، من قوس بسته شده رو نگذارم و فایل سیو بکنم. حالا یک اشتباه کوچیک ممکنه وقتی 1000 خط کد می‌نویسیم این اتفاق بیفته، یکی از مثلا یکی از این خطوط کدهایی که می‌نویسین یک قوس جا مانده باشه یا یک دابل کوتیشن شما ندین. الان بذاریم تبدیل به پسوند پایتون بکنیمش. با یک اشتباه کوچیک داشتیم، اون قوس آخر رو ندادیم و الان این توی دوباره محیط CMD و من میخوام فایل دوباره ران بکنم. اینجا اگر بنویسم پایتون first program.py، الان یک کلید بکنم دقت بکنم باشه دیگه اون هلو ورلد برای این پرینت نمیکنه. اینجا نوشته syntax error، یعنی یک ارور وجود داره، حال نامش هم syntax error و بعدش گفته که was never closed، گفته شما یک قوس باز کردین و اون قوس هرگز بسته نکردین. اینجا اون خط آخر اگر دقت بکنین اینجا یه چیز دیگه هست که براتون جدید معرفی بکنم. توی دنیای برنامه‌نویسی یه چیز داریم به نام باگ، BUG، و توی زبان فارسی و دری خود ما باگ ظاهراً یک نوع از حشره هست. توی زبان‌های برنامه‌نویسی وقتی یک خطا اصولاً رخ میده ما به اون میگیم باگ و اساساً باگ ها دو سه مدل داره. یک مدلش حالا سنتکس ارور اینها هست، به این معنی هست که شما اصلا کدی که نوشتین در همون زبان قابل قبول نیست، اشتباهه و به اینا میگیم سنتکس ارور. سنتکس به عبارتی میشه گرامر همون زبان یا ساختار همون زبان. سنتکس ارور یعنی شما یک اشتباه ساختاری کردین. بعضی اوقات باگ ها بچه‌ها شامل موضوعات اکسپشن میشه، بعضی اوقات باگ هایی که رخ میده توی برنامه‌نویسی لاجیکال باگ یا باگ های منطقی میشه. حالا این باگ های دیگه قابل حل، مثلا سنتکس ارور اینها چون برنامه براتون ارور میگیره. باگ های منطقی باگ هایی هست که مثلا شما گاهن میخواین هلو ورلد پرینت بکنین اما برنامه کاملا یه آوتپوت متفاوت داره، به جای ورلد مثلا یه چیز دیگه میگه. اینها میشه یعنی اون نتیجه که شما از پروگرام انتظار دارین برنامه براتون تحویل نمیده. توی حالا این چند سال اخیر این حوزه باگ اینها خیلی کمتر مورد بحث قرار میگیره و اینها از اونجایی که هوش مصنوعی مثل اندروپیک و نمیدونم ChatGPT اینها توی حل این مشکلات خیلی خوب شدن. ولی خب تا 10 سال پیش شاید 60% از کار یک برنامه‌نویس فقط این بود که بیاد این باگ ها رو حل بکنه. مثلا شما 1000 خط کد می نوشتین و بعد می دیدین که یه عالم از سنتکس ارور توش وجود داره و یا مثلا اون چیزی که شما از برنامه انتظار دارین برنامه بهتون نمیده و بعدش مجبور بودین که برین خط به خط کدها رو منطق کدها رو بخونین و بعد اصلاحات برشون بیارین. خب تا همین قسمت بحث راجع به باگ بچه‌ها چی می‌کنیم؟ قطع می‌کنیم. باگ ها اساساً میشن خطاهایی که ما توی حوزه برنامه‌نویسی مرتکب میشیم. حالا این خطا میتونن به عبارت منطقی باشه، یعنی اون چیزی که میخوان کد بهتون نمیدن، میخواین کد بهتون نمیدن، یا اینکه مثلا سنتکس ارور هست، شما گرامر زبان یا ساختار زبان اصلا درست ننوشتین که یه نمونهش مثلا اینجا دیدیم. برای اینکه یک مقدار توی دنیای برنامه‌نویسی کارتون ساده بکنین، از این قسمت به بعد دیگه تمام موضوعاتی که بچه‌ها بحث می‌کنیم مهمه. اگر یه سری خطاها رو رخ بده خیلی خوبتر اصولا این هست که شما قبل از قبل خبر بشین، به جای اینکه حالا بیاین برنامه‌تون ران بکنه و بعد ببینین که مثلا 10 تا ایرور داره. مثلا قسمت پرنت هلو خیلی خوبتر بود که خود مثلا این صفحه برای من میگفت حالا یه قوس اینجا مثلا جا مونده، شما باید یه قوس بگذارین. برای اینکه معمولا یک تجربه خیلی خوب کدنویسی داشته باشیم و خیلی خوبتر بتونیم کد بنویسیم، ما از یه سری چیزایی استفاده میکنیم به نام IDE. به جای مثلا فایل ورد، به جای فایل TXT، به جای مایکروسافت پاورپوینت، به جای اکسل اینها، چون اونها همشون میشه توش متن نوشت، به جایی که از اینها بریم استفاده بکنیم از یک چیزی استفاده میکنیم به نام IDE. IDE مخفف Integrated Development Environment هست یا محیط اینتگریت شده development یا توسعه.
حال دنبال معناش خیلی نگردیم، ولی خب اینا اصلا در واقع چی هستن؟ ایده ها به ما یه سری قابلیت ها رو میده وقتی توشان کد می‌نویسیم. بذاریم من یک نمونه براتون نشان بدم. اینجا من فایل رو باز میکنم به نام فایل بعد رو بسته میکنم. امیدوارم این صفحه رو همه‌تون داشته باشین. این صفحه VS Code هست. VS Code یک نوع IDE هست، یعنی ما میتونیم داخلش کد بنویسیم، شبیه به فایل های تکست ورد اینها عمل میکنه، اما یک مقدار پیشرفته هست، اصلا برای کد نویسی ساخته شده. فرض مثال من میام یک فایل ایجاد میکنم و میخوام یک برنامه پایتون بنویسم. اینجا اسمش هم میذارم first program.py و ذخیره هم نیاز هست بکنیم. میام داخل درایو ای و توی خب به هر حال بذاریم یک فولدر ایجاد بکنیم. اینجا یک فولدر جدید اسمش هم بذاریم first session. داخل first session این فایل من ایجاد میکنم. بعد از اینکه فایل ایجاد کردین دقت بکنیم بچه‌ها، الان توی این محیط میتونیم بیاین یه سری خطوط کد بنویسین. اینجا بذارم بزرگتر بکنم. اینجا میتونین کد بنویسین و من همون دستوراتی که اون سمت دادم میام اینجا میدم، همون پرنت و متواقعی چیزا. ولی الان اگر دقت بکنین همزمان که من بنویسم یه سری مثلا ویندوها یا پنجره‌های خرد باز میشه و به من یه سری پیشنهادات میدن. مثلا میگه این پرنتی که شما دارین داخلش میتونین ولیو از نوعیت آبجکت یا استرینگ بگذارین. اینها رو الان شما خوانده نمیتونه و بعداً یک مقداری توی خواندنشون ماهر میشین. مثلا گفتم شما میتونید یه سری ولیو ها رو داخل بگذارین. مثلا من میذارم hello و بعدش بنویسم world. خیلی خوب، این hello world که الان من نوشتم، بذارین این قسمت آخرش من اون قوس آخر رو برمی‌دارم. الان قوس آخر رو اگر برداریم بچه‌ها نگاه کنید، یه سری مثلا اینجوری آندرلاین های قرمز روش ایجاد میشه و به نحوی میخواد بهتون بگه شما یه اشتباه مرتکب شده و باید اون اشتباهتون اصلاح بکنید و این قوس آخر رو دوباره اگر من بدم دیگه اون ایرور دیگه رخ نمیده. و ایده های خوبی دیگه دارم، به جای اینکه مراحل مثلا سردرد کننده قبلی رو بریم مثلا پاورشل اینها رو باز میکنیم، شما یک دکمه اینجا داریم قسمت سمت راست نوشته run python فایل. این پایتون فایلی که اینجا نوشتین، این دستور hello world اگه نوشتین، روی این دکمه اگر کلیک بکنید خودش براتون ران میکنه، یعنی دیگه نیاز نیست برین کامند وارد بکنید بنویسین python first program با اینها و خودش میاد براتون ران میکنه. این ما به این نوع محیط ها که توش کد می‌نویسیم، به مخصوص کد نویسی هست، براتون یه سری پیشنهادات میدم، مشکلات حل میکنه، باگ ها رو براتون پیدا میکنه. البته همیشه باگ ها رو پیدا نمیکنه، چون هنوزم یک بخش خیلی بزرگی از برنامه‌نویسی پیدا کردن باگ ها و حل باگ ها هست، ولی خب در حد خیلی امکان بیشتر از مشکلاتی که قرار هست اتفاق بیفته معمولا ایده ها براتون حل میکنه. برای ایده ها میشه integrated development environment، محیط های حالا توزیعه integrated شده و خب یه چند خوبی دارن. یه خوبی این هست که میتونه براتون باگ و تمام ایرور هایی که ممکنه اتفاق بیفته حداقل بیشتری هایشون رو پیش بینی بکنه و براتون یه سری ویژوال حالا ایندیکیتور بده، مثلا دیگه اینجا اشتباه کردی مثلا. و ضمن یه سری کالر کد ها داره برای اینکه براتون توضیح بده دقیقاً این چیزی که استفاده کردین چه هست. مثلا این پرنت رنگش زرد به این معنی هست که فانکشنه، این ولیو رنگش سرخ هست به این معنی هست که نوعیتش استرینگ به اینها، و ایده ها معمولا این کمک براتون میکنه. بعد بر علاوه این کارهایی که اساسا انجام میدن، پروسه ران کردن و اجرا کردن برنامه ها رو براتون ساده تر میکنه و یه سری چیزای دیگه هم داره. دقت بکنید بچه، مثلا اگر من بنویسم input، اینجا برای ما ساجشن دادم، میگه شما میخواین از اینپوت استفاده بکنیم. بعد من کلیک میکنم و این اینپوت برای من بنویسم و بعدش میتونه شما متوقع کدام به این صورت بنویسیم. ولی اتفاق که الان اینجا افتاد این هست که بیشتر از این کد رو من اصلا تایپ نمیکنم،
یعنی خود آیدی برای من پیشنهاد میکنه و من اگر بدونم درسته فقط تب میزنم و خودش برای من مینویسه و این کارها رو براتون آیدی ها معمولا انجام میدن. شما میتونید آیدی ها رو با هوش مصنوعی هم مثلا چی بکنید، اینتگریت بکنید و قسمت خیلی عظیمی میتونن هوش مصنوعی میاد تحلیل میکنه کد بیزتون رو، بعد پیش بینی میکنه میخوان چی بنویسین و بعد شما فقط با کلید روی دکمه تب نصف کد یا شاید مثلا 10 15 20 تا حتی 50 خط کدم با خود هوش مصنوعی بنویسین و نیاز نباشه که مثلا تک تک کد ها رو بنویسین. الان اگر دقت بکنم من چیز تایپ نکردم ولی یه سری چیزا اینجا ظاهر شده کم رنگه، اگر تب کلید بکنم همونا رو توی کد بیس من بنویسم. این دلیلش این هست که مثلا از یک هوش مصنوعی توی آیدی خودم استفاده میکنم به نام ونسارف. ونسارف قابلیت این داره که بیت کد بیس من رو بخونه و بعد پیش بینی بکنه دقیقاً میخوام چه بنویسم و بعدن خودش یه سری کدها رو برام پیشنهاد بده. اگر من قبولش کردم میتونم اونها رو توی کد بیس به هر حال با کلیک کردن روی دکمه تب مثلا استفاده بکنم از اون خطوط کد و به اینها میگیم آیدی. بچه‌ها کدها رو هرگز انتظار نداشته باشین مثلا 1000 خط 2000 خط کد اینها رو کلا توی فایل ورد یا تی اکس اینها بنویسید. معمولا شما از آیدی استفاده میکنید. از ریکوایرمنت های مهم این دوره‌ای که فعلا ما توش هستیم این هست که شما حتما باید وی اس کد نصب بکنید. وی اس کد این محیطی هست که الان داریم ازش استفاده میکنیم. خیلی خوب، تا اینجا میخوام از اون بپرسم یه سوال هست یا نه. اگر سوال هست میتونیم بپرسیم، اگر سوالی نیست توی سشن بعدی قرار هست روی وی اس کد و اجرای اولین پروگرام های زبان برنامه‌نویسی پایتون با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی خوب، میخوام بدونم آیا سوالی هست. اگر سوالی هست دوستان میتونن مایکشون آن میکنم و شروع کنم به صحبت کردن. خانم رویا میخوان سوال بپرسن؟ بله. سلام استاد، وقت بخیر. استاد من یک سوال داشتم که به جای ویس کد میتونیم از تونی هم استفاده کنیم؟ چون من ویس کد امتحان کردم فکر نکنم در کامپیوتر از من به خاطر بعضی از سیتینگ ها کار بده. آره چرا که نه، میتونین از اون آیدی هایی که خودتان دوست دارین استفاده بکنین. دوست آیدی ای رو من خودم پیشنهاد میدم براتون استفاده بکنین توی پایان این دوره و پایان دوره که نه پایان این سشن. ولی اگر احیانا میخواین از یک آیدی ای خاص استفاده بکنین یا باهاش کار کردین اینها، بله چرا که نه، امکان پذیر هست. اما پیشنهاد میکنم بچه از ویس کد استفاده بکنین چون 70% از تمام دیولپرهای کل دنیا دارن از ویس کد استفاده میکنن. برای خودتون عادت بدین چون توی تیم هایی کردن اینها کار بکنین بعدا متوجه میشین همه دارن از ویس کد استفاده میکنن. بعدا حالا مایگریت کردن به این حوزه و استفاده از ویس کد ممکنه براتون سخت بشه یا یک مقدار درد سرساز باشه. یه سوال دیگه هم داریم، گفتن که حتما ریکورد درس بگذاریم. آره ریکورد درس میگذاریم. خیلی خوب، یک عزیز دیگه هم سوال دارم به نام آقای شرف. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. چون که یک ذره دایی هسته در سی کودینگ جدید است و میخواستم بفهم که قبل از شروع کودینگ کدام موارد است که یاد داشته باشه یا که خب با اصول یه سری چیزای ابتدایی کامپیوتر باید آشنا باشین. مثلا این موضوعاتی که توی صنف ICDL و مبحثای ویندوز و ICT معمولا درس میداره اساسات چه باید بلد باشین. مثلا این فایل اکستنشن ها مثلا اصلا چی هست. ما یه سری چیزا رو صحبت کردیم اینجا. مثلا این فایل ما بچه پسوند TXT داره، اگر بازش بکنین یه صفحه براتون میاد باز میکنه که شما توش میتونید متن بنویسین، اما اون پسوند آخرش اگه کلید راست بکنین روی رینیم کلید بکنین پسوند TXT رو بردارین و تبدیل به .py بکنین، اگر اینتر بکنین الان اگر روش دو کلید بکنم دیگه اون قسمتی که میتونم متن بنویسم برای ما باز نمیکنه، میاد کدهای پایتون رو ران میکنه. باید مثلا قبل از خط یک کوچولو آشنایی داشته باشین که مثلا اکستنشن ها یا پسوند های فایل مثلا چی هست. دیگه با نویگیشن و اکسپلوریشن ویندوز باید آشنا باشه. مثلا من بخوام درایو سی برم چجوری باید برم، درایو ای برم، اگه بخوام یه فایل ورد ایجاد بکنم به چه صورت. اینها یه سری چیزای خیلی خیلی ساده. ولی خب چون این کورس موضوعات ابتدایی رو میخوایم بحث بکنیم برای این کورس خیلی نیاز نداریم واقعا موضوعات کلان یا حداقل
موضوع پیچیده رو بفهمید، اما همون موضوع اساسی حالا کار با کامپیوتر بلد باشین کافیه. خیلی خوب، یه سوال دیگه دارم. شکر. خانم زهرا محمدی هست. سلام استاد، امیدوارم که خوب باشین. استاد در بخش ممنون. شما نام‌های پاورشل و وی اس کد که گرفتین، این اپلیکیشن است که باید داخل کامپیوتر خود نصب کنیم؟ دوستان پاورشل بخش از ویندوز هست، یعنی شما ویندوز اگر نصب کرده باشین پاورشل حتما داره. البته ویندوز 7 به نظر پاورشل نداره. اگر ویندوز 7 هست که من فکر نکنم حالا کسی از ویندوز 7 تو این کلاس استفاده بکنه. بر علاوه پاورشل شما میتونید از CMD هم استفاده کنید. CMD هم بخش از کامپیوتر هست، بخش از ویندوز هست، یعنی شما CMD رو همیشه دارین. اینجا کامنت پرامپت هست در واقع نام اصلیش و کلیک بکنین باز میشه. پاورشل و CMD توی ویندوز به صورت دیفالت نصب هست، ولی VS کد قراره توی ادامه سشن که قرار هست صحبت بکنیم راجع به اینستالیشن و اینهاش ما بحث بکنیم. بنابراین VS کد بخش از ویندوز نیست، باید نصب بکنیم بله، ولی پاورشل و CMD بخش از خود ویندوز هست، یعنی با ویندوز یه جا نصب میشه و شما میتونید استفاده بکنید. خیلی خانم زهرا اکبری. سلام استاد، وقت بخیر، انشالله که خوب باشین. خب استاد، سوالی می بود که از کدام ورژن پایتون ما استفاده مونیم، مثلا 3.13 یا 3.14 قرار است ما بخونیم؟ 3.4 داره. احتمالا یه سری موضوعات شاید در آخر کلاس من با شما بحث بکنم، سشن 9 و 10، ولی خود ما روی 3.13 کار میکنیم. مدل لانگ ترم ساپورتشه، ولی خیلی تفاوت نداره، یعنی یه کوچولو شاید فرق داشته باشه اون آخر تمام فرقایش هم احتمالا بحث بکنیم. درست استاد. و استادی که مثلا ویس کد چیزا، چون من اصلا در مورد پایتون بلد نیستم و نمیدانم، اینا که آنلاین کار مونه یا میتونیم آفلاین هم استفاده کنیم؟ پایتون اگر نصب بکنین که نصبش به هر حال صحبت کردیم در اول ویدیو، و ضمن وی اس کد اگر نصب بکنین یه چند تا کوچولو نصب دیگه هم داره که من بهتون بعداً صحبت میکنم، ولی آفلاین کار میکنه. شما میتونید باشون آفلاین کار بکنین. این کد هایی که نوشتیم و من ران کردم اگر آفلاین هم باشین و پایتون رو نصب کرده باشین کار میکنه، یعنی مسئله نیست. یعنی کلا آفلاین کار میکنه. اما اگر آنلاین باشین یعنی تجربه بهتری میتونید داشته باشین. حالا چون اینا یه سری ابزارهایی هم دارن که به صورت آنلاین اگر باهاش کار بکنین ممکنه سرعتتون بالاتر ببره. سوال درست بعدی. استاد. فقط ببخشید یک سوال دیگه هم داشتم استاد. من کامپیوترم ویندوز تبدیل کردم از 10 به 11. بعد یک مشکل پیش آمده که در کل مصرف نیتش خیلی بالا رفته، مثلا حدود 500 MB را یک دفعه تمام مونه و میخواستم در این مورد شما سوال کنم. خب تو این موضوع ترجیحاً چیزایی که راجع به پایتون نیست بچه‌ها توی چی بگذارین سوالات صنعی ترجیحاً توی گروه بگذارین. اما مسلماً میتونین آپدیت هایش غیر فعال بکنین، آپدیت های ویندوز اینها رو توی چت جی پی تی اینها سرچ بزنین به چه صورت انجام میشه، از چت جی پی تی بپرسین براتون راهنمایی کامل میکنه. اما مشکل عمدش ممکنه آپدیت های ویندوزتون باشه که به صورت خودکار داره آپدیت میکنه و سرعت نت اساساً به اون صورت میتونم یه سری محدودیت هایی هم توی قسمت وای فای و اینترنت سیم روی لپتاپتون وصل بکنه روی ویندوز یا حالا مک اگر استفاده میکنین که سرعت مقدار کمتر اینترنت مصرف میکنن. خیلی خوب، سوال بعدی خانم رضوانه امانت هستن. سلام علیکم بقیه استاد، انشالله که خوب باشین. استاد اگه فرق زیادی بین ورژن پایتون و ویس کد باشه که مشکل ایجاد میشه؟ نه وی اس کد و پایتون اصلا دو چیز کاملا جدا هست. یعنی وی اس کد هم میتونه حتی ورژن مثلا 15 سال که نه، ورژن مثلا 7 سال پیشش باشه و پایتون مثلا پایتون جدید باشه هیچ تفاوتی نداره. یعنی دو تا از هم جدا، یعنی ورژن هاش خیلی ربط به هم دیگه ندارن. خیلی خوب، سوال بعدی آخر خانم و اگر امانت معرفی داشته باشم خوب میشه. راجع به وی اس کد اینها با هم دیگه صحبت میکنیم توی ادامه درباره این خودتان سشن. معرفی از خودتان داشته باشید.
آها حسن انتها صحبت میکنیم باش. خانم کریستینا غنی چون سلام علیکم. از ویژوال استودیو کد بخش رنینگ از من نیست و عکسشم به گروپ روی کردم. میشه با چک کنید؟ حتما اون مشکل حل میکنیم با هم دیگه. توی ادامه این سشن با هم دیگه صحبت میکنیم دقیقا مشکلش هست. خانم فاطمه بابا. بله سوال من این است که آیا ما تا آخر سرتیفیکت هم دریافت میکنیم؟ بله خیلی خوب بچه امیدواریم که سوال دیگه وجود نداشته باشه. تو قسمت موضوعات پایتون صحبت کردیم. سوالات متوقع سوالات میذاریم برای 7 یا نیمه سوم کلاس. روی اینستالیشن منوی پایتون صحبت کردیم. ضمن شما اگر از مک استفاده میکنید احیانا شما میتونید برین روی ورژن مک و ورژن های مک دانلود بکنید یا میتونید روی قسمت لینوکس احیانا اگر استفاده میکنید. اینجا باید اینستالیشن برای لینوکس هم وجود داشته باشه. من دقیقا نمیبینم ولی میتونین برای اینستالیشن لینوکس هست. البته بچه‌ای که از لینوکس استفاده میکنن این حرف من رو متوجه میشن. حالا مطابقه شاید خیلی مثلا متوجه نشن. میتونن از خود CLI استفاده بکنن و اونجا از میگن که پری انستالد هست. از دوستان گفتن پری انستالد هست. بله این مسئله رو خودم متوجه نبودم. خیلی خوب بچه. برای اینکه VS Code نصب کنین این مراحل اساسا انجام میدین. توی قسمت براوزر کامپیوترتون بیاین بنویسین VS Code. حالا میتونین دانلود هم روش بزنین یا بدون دانلود حتی. بعد از اینکه VS Code نوشتین و سرچ کردین اولین اساسا گزینه‌ای که توی قسمت جستجو ظاهر میشه ویژوال استودیو کد هست. اینجا کلیک بکنین و برین توی خود سایت و اگر اشتباه نکنم اینجا گفته که The Open Source AI Code Editor و روی گزینه دانلود فور ویندوز کلیک بکنین به این صورت. و بعد از دانلود کردن دانلود فور ویندوز چند لحظه صبر میکنه و اینجا براتون شروع میکنه به دانلود کردن VS Code. حدود 125 MB هست و خیلی خوب. برای نصب کردن VS Code بعد از اینکه دانلود شد اینجا کلیک بکنید و خب VS Code نصب کردنش دیگه خیلی سخت نیست. یعنی به هر حال چیز خاصی نداره که همیشه باید متوجهش باشین. به صورت خیلی ساده میتونین مراحل عادی رو دنبال بکنین. نکست کلیک بکنین به قول بعضی از اساتید نکست و بعدش انستال میشه. و خب به هر حال پروسه خیلی خاصی نداره. این دوتا اینستالیشن من بعداً براتون میگذارم توی گروه و شما میتونه از این هم استفاده بکنین یا آقای ملک زاده اگر بتونن دانلود کنن بعدن و بگذارن تا اینکه بتونن به صورت مستقیم استفاده بکنن ازشون. خب بذاریم بچه یک مقدار راجع به VS Code صحبت بکنیم و بعد از اینکه نصب کردین دقیقاً چطوری VS Code ست آپ بکنین و دقیقاً چطوری استفاده بکنین ازش. وقتی تازه VS Code به عبارتی انستال میکنیم و میخواین ازش استفاده بکنین یک چنین صفحه‌ای باز نمیشه براتون. این محیط VS Code بعد از اینکه نصب شد یک چنین صفحه‌ای معمولا باز میشه. منتون سیو بزنم. یک چنین صفحه خالی باز میشه براتون. یه ویلکام پیج هست یا صفحه خوش آمدید و شما به هر حال جایی که بتونید توش کد بنویسین یا هیچ فایل چیزی دیده نمیشه اینجا. برای اینکه اینا ست آپ بکنین و بعد جاهایی که فایلایی که کد می‌نویسین ذخیره بشه رو مشخص بکنین و اینها من این مقداری توضیح میدم براتون و بعدش اگر مشکل بود دوباره با هم دیگه بحث میکنیم و اولین برنامه پایتون رو به هر حال روش صحبت میکنیم و یه سری موضوعات پیرامون فریبل ها و تایپ ها. روی گزینه فایل بچه کلیک بکنین این قسمت بالا و روی نیو تکست فایل کلیک کنین. برای اینکه روی نیو تکست فایل کلیک کردین یک آپشن برای نوشتن تکست یا متن براتون باز میشه. شما همچنان میتونید روی فایل کلیک بکنید و روی نیو فایل کلیک بکنید به جای تکست فایل. به جای فایل متنی
یک فایل با پسوند خاص مثلا ایجاد بکنیم، اسمش میذاریم مثلا پروگرام و بعد پسوندم باید بدین، یک نقطه میدین و بعد دات پای، مثلا من میخوام یک فایل پایتون ایجاد بکنم و بعد اینکه انتر بکنین میگه یه جایی باید این فایل ذخیره هم بشه. من میام این داخل درایو ای خودم ذخیره میکنم و کرییت فایل روی ایجاد فایل کلیک میکنم و الان اگر دقت بکنیم بچه‌ها ما اون صفحه ویلکام یا خوش آمدید هم دارم، قسمت فایل متنی که ایجاد کرده بودم هم دارم و قسمت پروگرام یا پروگرام دات پای یا اون فایل پایتونی که ایجاد کرده بودم هم دارم. به این صورت شما میتونید یه سری فایل‌ها رو برای نوشتن کد ایجاد بکنید. زمان شما میتونید با درگ اند دراپ کردن مثلا روی این فایل اگر من کلیک بکنم موس نگه دارم و بعدش بکشم به این صورت، میتونم دو صفحه کد نویسی رو همزمان باز بکنم. مثلا اینجا قرارش میدم روی اینجا، بعد که اینطوری شد کلیک میکنم و دقت بکنم بچه‌ها این سمت اون فایل تکست یا متنی باز هست، این سمت هم اون فایل پایتون رو باز هست. بعضی اوقات نیاز هست توی کد نویسی ها وقتی کد بیس خیلی بزرگ میشه دو فایل همزمان باز بکنین و خب از رو یک فایلش معمولا یا از روی یک کد بیس میخوانین و روی این قسمت دیگه یه سری کدها و منطقهای مرتبط مینویسین. به خاطر همون هست بیشتر کامپیوتر ساینتیست بچه‌ای که مثلا تو حوزه وب اینها کار میکنن مثلا میبینین دو سه تا اسکرین یا LCD جلو رویشان هست. خب به این صورت معمولا چند تا اسکرین باز میکنن، روی یک اسکرینش یک فایل متنی مثلا هست، روی یک اسکرینش اون فایل هست که کد داره مینویسن و با چند تا اسکرین همزمان کار میکنه و این آیدی ها یکی از خوبی های دیگه هست که این قابلیت هم بهتون میده. خب من اینو بسته میکنم و این فایل دوباره اگر بتونم توی جای قبلش قرار بدم که فکر کنم خیلی خوب خود بود اما دقیقاً یه مقدار فکر کنم از دستم در رفت. خیلی خوب اینجا یک موضوع دوم بچه ها، بعد از اینکه فایل رو باز کردین اینها روی این گزینه بخش اکسپلورر رو اگر کلیک بکنین یک پن براتون باز میشه به این صورت. قسمتی که شما میتونین مثلا فایل ایجاد شده ایتون رو ببینین و اینها، ولی فعلا شما چیز خاص به هر حال توی نمیبینین بعضی سری آپشن ها. چیزی که الان میخوام بگم براتون خیلی مهمه و این مسئله باید به خاطر داشته باشین و خیلی از بچه وقتی از آیدی ها معمولا استفاده میکنن گیج میشن، نمیدونن چجوری استفاده بکنن، فایل ها کجا میره اصلا اینها. معمولا یکی از مشکلاتشان اینجا هست. برای که یک فولدر خاص برای کد نویسی بچه‌ها ایجاد بکنین و با ویس کد باش بعدن کار بکنین، این هست که داخل یک فولدر خاصی یا جای خاص از کامپیوترتون، مثلا من درایو ای میام یک فولدر جدید ایجاد میکنم برام مثلا all my programs، تمام پروگرام های من. بعدا من میخوام توسط ویس کد هر زمانی که فایل ایجاد میکنم یا کد مینویسم کلا داخل همین فولدر ذخیره بشه و همین فولدر داخل ویس کد باز باشه و هر زمان بتونم ازش استفاده بکنم، داخل فایلایش ببینم اینها. برای اینکه این کار رو انجام بدین و اون فولدر رو به عبارت ست بکنین یا متصل بکنین به ویس کد، فولدر ایجاد بکنین ویس کدتون به این صورت، همون فولدر رو بگیرین و درگ کنین، یعنی کلیک چپ و فشار داده بگیرین و بعد بیاین روی قسمت اکسپلورر که باز کردین به این صورت رها کنین. الان بچه من توی محیط به عبارت همین فولدر هستم، یعنی فایل چیز اگر ایجاد بکنم داخل همین فولدر ذخیره میشه از این بعد. برای من میم قسمت فایل مثلا یک نیو فایل جدید ایجاد میکنم، اسمش هم بذارم مثلا program n یا program.py یا program1.py مثلا. اینجا میتونم سیو هم بکنم و دقیقا روی هم all my program رفته. روی create فایل اگر کلیک بکنم الان اگر ویس کد برای یک لحظه مینیمایز بکنم داخل all my program اگر برم پروگرام یک دقیقا داخل همه فولدر ذخیره شده. یعنی از این به بعد اگر بخوام فایل ایجاد بکنم یا چیزی دقیقا توی همین درایو ای all my folder all my program ذخیره میشه. بعد از اینکه فولدرتون دقیقاً ست کردین اینها شما میتونین یه کار دیگه هم بکنین. توی قسمت اکسپلورر اگر بیاین اینجا سمت چپ اکسپلورر کلیک بکنین، شما میتونین از این قسمت روی نیو فولدر کلیک بکنین یا سری فولدرها توی این فولدری که به هر حال روش کار میکنین ایجاد بکنین. مثلا اسم فولدر میذارم فایلز
یه قسمت دست چپ روی این آیکون دیگه کلیک بکنید. بذارم یکم بزرگتر بکنم. روی این آیکون دیگه کلیک بکنید به نام نیو فایل یا فایل جدید و یک فایل جدید ایجاد بکنم. مثلا ببین که نیو فایل دات پای و الان اگر دوباره مینیمایز بکنم تمام فولدرهای جدیدی که ایجاد کرده بودم به این صورت و فایل جدیدی که ایجاد کرده بودم به این صورت داخل فولدر ایجاد میشه. برای این روش کار با فولدرها هست. برای اینکه یک فولدر خاص رو توی محیط ویس کد باز بکنین و بخواین به عبارت استفاده بکنین و فایل ایجاد بکنین، فایل حذف بکنین، اینها. یک روشش درگ اند دراپ کردنه بچه‌ها، اینکه به این صورت بگیریم و بعد توی محیط کدنویسیتان بگذارین. یک روش دیگه هم این هست که روی آپشن فایل قسمت بالا روی منو روی فایل کلیک بکنین و توی این قسمت پایین‌تر اگر بیاین به اینجا نوشته اوپن فولدر، باز کردن یک فولدر. شما میتونید محیط کدنویسیتان یا فولدری که داخلش کد می‌نویسین فایل ایجاد می‌کنین به این صورت هم تغییر بدین. روی فایل اوپن فولدر به این کلیک بکنین و این بار به جای all my programs من میخوام first session رو روش کار بکنم. اینجا روی first session اگر کلیک بکنم و select فولدر رو بنویسم یه محیط جدید برام باز میشن و تمام به عبارت فایل هایی که داخل first session هست برای من به این صورت بچو باز میکنم و الان من میتونم انتخاب بکنم از روی اینها و اینجا فایل ظاهر میشه و میتونم ادیت بکنم، کد بنویسم و اصلاح بکنم. این یک موضوع. موضوع دوم، بعضی هایتان اگر بخواید پایتون رو ران بکنین راهکار خاص وجود نداره مگر اینکه برین دوباره پاورشل باز بکنین، نویگیت بکنین، همون فایلتون رو پیدا بکنین داخل کامپیوتر و ران بکنین. ولی خب توی آیدی ها این دکمه هم وجود داره بچه‌ها، قسمت سمت راست میگن ران پایتون فایل. بعد از این کلیک بکنین فایل پایتون رو به این صورت ران میشه. از بعضی ها اینو نداره، از بعضی ها که هیچ، حالا اگر تازه نصب بکنین از هیچ کی نداره این آپشن. برای اینکه این آپشن ظاهر بشه به قسمت سمت چپ تو قسمت پایین بچه این چند تا چک هست بلاک های خاص که میبینین اسم آپشنش اکستنشنه. روی اکستنشن کلیک بکنین. بعد از اینکه روی اکستنشن کلیک کردین یه سرچ بار اینجا براتون ظاهر میشه و اینا رو شما میتونید ببینید. دنبال پایتون سرچ کنین، بنویسین پایتون و بعد سرچ کلیک بکنین. یه مقدار طول میکشه و این پایتون رو بچه نصب بکنین. اینی که منتشر شده شرکت مایکروسافته، اینجا زیرش تیک آبی هم دارن به این روی پایتون و اینو نصب بکنین. بعد از اینکه نصب کردین پایتون توی محیط وی اس کدتون هم نصب میشه و اون دکمه‌ای که قسمت بالا بود، این دکمه‌ای که قسمت بالا بود هم براتون ظاهر میشه. برای اینکه اون دکمه ها ظاهر بشه و ضمناً وی اس کدتون به عبارت پیشنهاد بده سری قطعات کد و اینها و کد پایتون رو بشناسه، وی اس کدتون نیاز هست بیاین روی اکستنشن دنبال پایتون سرچ بزنین. این آپشن پایتون انتشار شده شرکت مایکروسافت اینا نصب بکنه و بعد از اینکه نصب کردین همون دکمه ها براتون باز میشه و همچنان بر علاوه دکمه شما میتونین این به هر حال کد ها رو به عبارت ران بکنین و یه سری پیشنهادات از طرف آیدی تون دریافت بکنین. خیلی الان یک کوچولو کاری که من ازتون میخوام بچه‌ای حداقل کامپیوتر دارن این هست که یک فولدر جدید ایجاد بکنن و بعد اون فولدر جدید بیان توی به هر حال محیط آیدیشون باز بکنن به این صورت و شروع بکنن به کدنویسی توی همون فولدر. این کار حالا بعد از رکورد ویدیو که تماشا می‌کردین خودتون انجام بدین، ولی من ترجیح مستقیم خودم انجام بدم، منتظر بقیه نمیشونم بچه‌ها. ولی شما بچه‌ای که دنبال میکنن رو ویس کد جلویشون باز دارن میتونن به هر حال انجام بدن. خیلی خب من یک فولدر جدید ایجاد میکنم، میخوام تو این فولدر از این به بعد کد بنویسم و تمام فایل‌های من ذخیره بشن. نیو فولدر باز میکنم و بعدش اسمش هم میذارم تیچینگ، موضوعات درس داده شده و بعدش به جای اینکه درگ اند دراپ کنم میام به این صورت روی فایل کلیک میکنم و فولدر از این قسمت باز میکنم. روی تیچینگ کلیک میکنم، درایو ای تیچینگ و سلکت فولدر کلیک میکنم. الان بچه‌ها فولدر محیطش باز شده برای من فایل ایجاد نکرده بودم، بنابراین هیچ فایل اینجا ظاهر نشده و نیست. میخوام یک فایل ایجاد بکنم و اولین پروگرام پایتون رو بنویسم توش. روی این قسمت نیو فایل کلیک میکنم و اسمش هم بذارم hello.py.
این پسوند دات پای دوباره تاکید میکنم مهمه برای اینکه بتونین کد پایتون رو بنویسین و ران بکنین. اگر دات پای نباشه شما نمیذارین ران بکنین. خب من اینتر میکنم بچه‌ها. بعد از اینتر کردن اینجا اون فایل برام باز میکنم. من ویلکام ویندو رو میبندم و اینجا شروع میکنم به نوشتن اولین کد. بنویسم پرنس. بعد از اینکه نوشتم پرنت قوس باز قوس بستم. از این به بعد دیگه کد رو باید یاد بگیریم بچه‌ها، حفظ بکنین و از این به بعد راجع به کد ها هم قرار بحث بکنیم. اسمش میذارم hello world. خیلی خوب، یک پیام بهش میدم میگم hello world و بعدش کنترل اس هم باید بکنیم بچه‌ها برای اینکه در حال بتونین ران بکنین. و کنترل اس میکنم. بعد از کنترل اس کردن کاری که این پروگرامی که نوشتیم داخل این فایل hello.py انجام میده این هست که این پیام hello world بگیره و برای ما توی کنسول یا ترمینال نشان بده. خب من اینو نوشتم و الان کاری که انجام میدم این هست روی فایل رانر کلیک میکنم. بعد از کلیک کردنش اینجا یک مقدار زمان میبره و برای ما اون فایل ایجاد چی میکنه باشه ران میکنه و اون پیام hello world برای ما نمایش میده. بجای مثلا hello world بنویسم میتونم بنویسم hello to all the people here. سلام به تمام دوستانی که اینجا هستن و بعد دوباره ران میکنم و این بار اون پیامی که پرینت میکنه این هست. الان این پروگرام یا فایل که نوشتیم کارش این هست که یک پیام بگیره و توسط فانکشن پرینت برای ما اون پیام بیاد پرینت بکنه توی کنسول یا ترمینال. این محیطی که بچه‌ها توش بیشتر خود کدها ران میشه شما میبینیم ما بهش ترمینال میگیم. یک جایی که خروجی فایل معمولا ما میتونیم ببینیم. یک بحث خیلی مهم است. خیلی خوب بچه‌ها این موضوعات ابتدایی در خصوص VS Code هست. ما بیشتر از این دیگه استفاده خاصی هم نمی‌کنیم. این دو تا نکته اگر بخواید یک نمونه های هوش مصنوعی رو توی VS Code استفاده بکنید میتونیم بچه‌ها از ونسارف استفاده بکنید. رایگان هست ونسارف، باید البته به نت وصل باشین. این نیاز هست اگر میخواین از ونسارف استفاده بکنین. از من روش نصب کردن اینهاش میتونین از چت جی پی تی اینها هم یاد بگیرین. ولی خب کلیات VS Code همینه، یعنی این قسمت برای نویگیشن فایل ها و فولدر ها استفاده میکنیم. قسمت فایل اکسپلورر برای اینکه پایتون و زبان ها رو نصب بکنین و VS Code تون بتونه به عبارت ران بکنه به عبارت کدهای اون زبانه نیاز داریم بریم تو قسمت اکستنشن و اون زبان خاص نصب بکنیم. مثلا اگه بخوام جاوا اسکریپت نصب بکنم اینجا بنویسم جاوا اسکریپت و سرچ میزنم اولا یک عالمه چی میاره. من بذارم این قسمت جاوا اسکریپت کد اسنیپت نصب بکنم و جاوا اسکریپت بعداً توسط VS Code شناخته میشه. خیلی خوب. تا این قسمت به هر حال بحث موضوع VS Code هست. میخوام اینجا یک کوچولو بریک دیگه هم بزنیم و بعدش کلا موضوعاتی که دیگه بحث میکنیم برای نیم ساعت آینده موضوعات برنامه نویسی هست. یعنی میریم توی خود اصل برنامه نویسی و شروع موضوعات درسی ما قرار هست از بعد از بریک باشه. نیم ساعت بحث میکنیم، موضوعات ابتدایی رو میخونیم و بعدش سشن میبندیم. میخوام بدونم برای فعلا سوال هست چون چند تا از دوستان ظاهرا سوال هم داشتند. سوال ظاهرا که نیست. خانم مرزیه محمد بفرمایید. سلام علیکم. بسیار ببخشید اپ قبل از چی جاوا اسکریپت گفتین ایرا نصب کنیم چون نامش چی بود سانسی بود چی بود او را بر چی نصب کنیم یعنی ضرور است یا نه؟ خب VS Code گفتیم باید نصب بکنین. بعد از اینکه VS Code نصب کردیم برای اینکه پایتون توی محیطتون شناخته بشه باید روی گزینه اکستنشن کلیک بکنین و پایتون رو نصب بکنین. جاوا اسکریپت بچه نیاز نیست و انصارف اینا یعنی یه سری حالا برای اینکه مثلا محیط کد نویسیتون زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت بشناسه شما میتونید جاوا اسکریپت نصب بکنین. ما پایتون رو نصب کردیم میتونید جاوا اسکریپت هم نصب بکنید. جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی دیگه برای وب دیولپمنت بیشتر استفاده میشه. ونت صارف یک هوش مصنوعی که میاد کد بیس رو میخونه و تحلیل میکنه و بعد میبینه مثلا چی کدی میخوایم بنویسن خودش یه سری پیشنهادات براتون میده. و ونت صارف و جاوا اسکریپت نیاز نیست نصب بکن برای این دوره حداقل. یا اگر حالا میخواین یاد بگیرین و برنامه با جاوا اسکریپت هم بنویسین میتونید
نصب بکنیم. سوال دیگه ای بچه؟ خیلی خوب. این سشن یه سری موضوعات کلا تئوری هست. البته موضوعات عملی خب تا هنوز چیزایی که بحث کردیم موقع تماشای ویدیو تک تکشون خودتون انجام بدین دیگه، یعنی تا نصب پایتون و نصب وی اس کد و اینها و اکسپریمنت بکنیم ببینین به چه مشکلاتی میخورین. مسلما به این مشکلات میخورین، کوشش بکنین مشکلات خودتون حل بکنین یا سوال بپرسین. توی قسمت خود واتساپ دوستانتون ممکنه بهتون جواب بده اینها. ولی توی حوزه برنامه‌نویسی همیشه یه مایندست دیگه داشته باشین، این هست که همیشه به مشکل میخورین و باید مشکلات حل بکنه. از اونجایی قبلا هم گفتیم 60% قبلا کارهایی که برنامه‌نویس میکرد کلا دیباگینگ بود یا حل مشکل و خب هنوز هم همون شکلیه. شماها وقتی میرین وی اس کد و پایتون اینها رو نصب میکنین بیشتر اوقات میبینین که مراحل جلو رفتین خیلی کارکرد نداره یا اتفاق خاصی نمیفته، اجرا نمیشه و خیلی موضوعات دیگه و اینها رو باید بپرسین، اکسپلور بکنین. یه روش خوبش هم این هست که اول از چت جی پی تی اینها بپرسین یا از بچه‌ای که دور و برتون هست یا از من بپرسین. خیلی خوب. ما این فایل hello.py داریم. من کدهای قبلش حذف کردم و بین آرام آرام شروع کنیم و موضوعات و برنامه‌نویسی رو شروع کنیم به خواندن. یه سری موضوعات بحث کردیم، البته من مرور میکنم یک کوچولو، ولی قبل از اون یه سری موضوعاتی که خیلی ابتدایی هست و جدید هست باید شروع کنیم. اول موضوع پرینت هست بچه‌ها. من اولین دستوری که بخوام به کامپیوتر توسط زبان برنامه‌نویسی پایتون بدم تو این فایل وضع رن شدن، بخوام بگم یک چیزی باید توی قسمت ترمینال برای من نمایش داده بشن و این کارو توی برنامه‌نویسی توسط واژه پرینت در زبان پایتون توسط واژه پرینت انجام میدین. می‌نویسیم پرینت و این پرینت کاری که انجام میده این هست که یه سری چیزا رو میگیره، یه سری اطلاعات و بعد اون اطلاعات میاد برای من توی ترمینال نمایش میده. بعد از اینکه فایل ران شد، برای اینکه این قطعه کد کار بکنه و درست باشه، شما نیاز هست بنویسین پرینت قوس باز بکنین و قوس بسته بکنین. بعدش یک دابل کوتیشن بچه بنویسین. دابل کوتیشن این توی فارسی نمیدونم به اینو چی میگن، خب علامت نقل قول فکر کنم میگن دابل کوتیشن. شما میتونید سینگل کوتیشن هم به هر حال ایجاد بکنین، یعنی خیلی فرقی نداره. توی زبان برنامه‌نویسی پایتون زبان‌های دیگه ممکنه متفاوت باشه، اینا فرق داره. میتونید سینگل کوتیشن یا دابل کوتیشن باز بکنین. اول تمام پیام‌هایی که می‌خواین نمایش داده بشه توی قسمت ترمینال داخل این دو تا سینگل کوتیشن یا دابل کوتیشن بنویسیم. مثلا من میخوام پیام hello world توی کنسول یا ترمینال نمایش داده بشه. خب من می‌نویسم hello world و بعدش این فایل سیو میکنم، کنترل اس میذارم. بعضیا ران میکنم بچه‌ها نمایش داده نمیشه، بعد بیشتر اوقات هی دنبال مشکل میگردن، مشکلی میبینن وجود ندارن. بیشتر اوقات دلیلش اینه که توی مواردی وقت تازه برنامه‌نویسی شروع میکنه فایلتون سیو نمیکنین اصلا و به خاطر اون ران نمیشه فایلتون. خیلی خوب سیو کنین و از این روی این دکمه ران کلیک بکنین. از اینکه ران میکنه بچه اون هلو ورلد برای من نمایش میده. البته این هلویی که من نوشتم یک دابلی آخرش داره، واقعا کار زشتیه اون دابلی رو آخر اضافه کنیم. اون دابلی رو آخر خودش داشت برش داشت و الان درست داره چون هلو ورلد. خیلی خوب. پرینت نوشتن و بعدش یک ورودی به عبارت ما بهش تعریف کردیم. این مقدار گفتیم که پرینت باید بیاد این ورودی رو برای ما پرینت بکنه. توی زبان برنامه‌نویسی یک چیز داریم به نام فانکشن بچه. این اولین تعریفیه که من بهتون میدم و باید یاد بگیریم. زبان‌های برنامه‌نویسی یک چیز داریم به نام فانکشن و تعریفش به انگلیسی می‌نویسم ولی فارسی بهتون تشریح میدم، ولی بعداً ویدیو نگاه بکنیم به عبارت خوب میتونید از روی هم تشریحات فارسی من نکته برداری بکنیم و نوت‌هایتون رو بنویسین احیانا اگر می‌خواستین بنویسین. توی زبان‌های برنامه‌نویسی چیز داره به نام فانکشن. توی فارسی بهشون میگیم تابع. اگر از دوران مکتب fx یادتون باشه اون fش به هر حال مخفف فانکشنه. فانکشن ها توی زبان برنامه‌نویسی هستن چی هست؟
فانکشن ها توی زبان برنامه‌نویسی یک سری فعل ها یا ورب هایند that tells the program what to do. حالا یه سری فعل هایند که به پروگرام میگن چی کار انجام بده. بذارین اینا توسط این پرینتی که نمیشن تشریح بدیم. پرینت بچه یک فعل به عبارت یا یک کاره و توی زبان برنامه‌نویسی پایتون پرینت دقیقاً چی کار به کامپیوتر میگه انجام بده؟ میگه که این ورودی که ما بهت میدیم یا داخل این دو تا قوس میذاریم بیا توی قسمت ترمینال برای ما نشان بده. الان پرینت میشه یک نوع فانکشن، یک فعل یا یک کاره که به عبارت به کامپیوتر میگه چی کار انجام بده. اون کاری که میگه انجام بده این هست که میگه ورودی که ما بهت میدیم بیا توی قسمت ترمینال نشان بده. الان فانکشن ها میشن یک سری فعل ها یا یک سری لغات های خاص، لغات های مثل پرینت که به حالا زبان برنامه‌نویسی به کامپیوتر میگه چی کار باید بیاد انجام بده. و اولین فانکشنی که ما خواندیم تو این کلاس یا الان داریم به هر حال مطالعه میکنیم فانکشن پرینت هست که به کامپیوتر میگه ورودی که بهش دادیم باید بیاد نمایش بده. ما میتونیم یک عدد مثلا بهش بدیم به جایی که حالا پیام بنویسیم. مثلا من دور مینویسم و اینجا کنترل اس میکنم و اینجا میام رانش میکنم. بچه‌ها الان برای ما اون دور پرینت کرده اینجا. بنابراین پرینت یک فانکشنه و کاری که انجام میده هست که به یک ورودی رو برای ما پرینت میکنه. این موضوع اول. موضوع دوم بچه‌ها، از اوقات ممکن هست موقعی که برنامه می‌نویسین مثلا من از این قسمتی که نوشته بودم پرینت حالا نوشتم hello world مثلا و این پرینت دومی را بردارم کنترل اس بکنم و الان اگر چی بکنم اون hello world برای ما نمایش میده. تصور بکنیم من بخوام حالا شاید 10 بار این hello world پرینت بکنم. اگر بخوام 10 بار این hello world پرینت بکنم یک مقدار برای من سخته، یعنی مجبورم هر بار بنویسم پرینت و بعد دوباره بنویسم hello world، بنویسم پرینت یا بنویسم hello world و 10 بار این پروسه رو تکرار بکنم. حالا شاید بعضی بگیم میتونید کپی پیست هم بکنیم و خب بریم فکر کنیم برای یک لحظه کپی پیستش امکان پذیر نباشه، چون توی برنامه‌نویسی بعداً به سری جاهای میرسیم که ما کپی پیست خیلی جواب نمیدم. یک کاری که میتونم انجام بدم این هست که بیام این hello world یک اسم بهش بدم و بعد به جای اینکه هر بار بنویسم hello world از اون اسم استفاده بکنم برای اینکه از اون قیمت hello world استفاده بکنم. برای اینکه این کار انجام بدیم توی زبان‌های برنامه‌نویسی ما یک وریبل تعریف می‌کنیم، یک چیز به نام وریبل. حالا وریبل ها چی هستند؟ وریبل ها یک سری اسمایی هستند یا نامن that holds value، یک سری نام هایی هستند که یک مقدار داخل خودشون ذخیره میکنن. یک نمونه من براتون نشان بدم و این مهمه. مثلا من یک نام تعریف میکنم بهش اسمش میذارم مسیج یا فقط قسمت اولش نگه میدارم مینویسم MESS مسیج و بعد میام علامت مساوی رو میگذارم و بعدش جلو روش دابل کوتیشن باز میکنم و بسته میکنم و بعدش بنویسم hello world و بعدش به جای اینکه hello world بیام پرینت بکنم این قسمت پایین توی آپشن پرینت میام MESS پرینت بکنم یا مسیجه. الان اگر بچه من بخوام این کدی که نمیشتم اینجا ران بکنم دقت بکنین هنوزم برای ما hello world پرینت بکنه. یا ببین مثلا به جای hello world مثلا بنویسم hello everybody مثلا سلام به همگی. شما میتونید فارسی هم بنویسید بچه‌ها، فارسی هم ساپورت میکنه. من انگلیسی بنویسم دلیلش اینه که نمیخوام هیچ کیبورد فارسی انگلیسی بکنم. خیلی خوب الان دوباره ران میکنم بچه‌ها و به جای اینکه بنویسم hello world بنویسم hello everybody. دقیقاً این چه اتفاقی توی این چند خط کدی که نوشتم میفته و دقیقاً چیکار میکنه این کد؟ کد ها همیشه از بالا به پایین و از سمت چپ به راست ران میشه. وقتی من میخوام این فایل رو ران بکنم کامپیوتر میاد از بالا تمام خطوط کد میخوره و بعد از سمت چپ به راست. اتفاقی که میفته بچه به این صورت هست که کامپیوتر میاد یه چیزی به نام یک وریبل یا متغیر داخل حافظه خودش ایجاد میکنه و نام اون فضا رو میذاره مس یا مسیج. خب میتونست مسیج باشه ولی ما اسمش مس گذاشتیم
و بعدش داخل اون محیط hello world میاد ذخیره میکنه به این صورت. و توی لاین یا خط بعدی میاد از یک فانکشن استفاده میکنه. فانکشن کارش اینه که بیاد یک پیامی رو برای ما یا یک ورودی رو برای ما توی کنسول یا ترمینال نمایش بده و ما میگیم دقیقاً چه ورودی رو باید نمایش بده. ما میگیم مقداری که داخل مس ذخیره شده رو باید نمایش بده و خب موقعی که پرنت میاد چیزی رو نمایش بده یا اون مقدار رو نمایش بده میبینم مقدار مس چیه. دقیقاً مقدار مس hello everybody و بعد میاد اون hello everybody رو به این قسمت به نمایش میگذارم. من میتونم این قسمت مقدار از hello everybody مثلا به یک عدد تغییر بدم، مثلا بنویسم 5. فایل ذخیره میکنم. الان اگه دوباره ران بکنم به این صورت میاد مقدار 5 برام پرینت میکنه. اتفاق میفته به این صورت از بالا به پایین کامپیوتر میاد کد رو ران میکنه، میاد یک وریبل یا متغیر ایجاد میکنه یا یک محلی در حافظه کامپیوتر مقدار 5 توش ذخیره میکنه و بعد خط بعدی میاد میبینه یه چیزی رو باید پرینت بکنه، یه چیزی رو نمایش باید بده چون ما از فانکشن پرینت استفاده کردیم و مقداری که بهش دادیم مقدار مسج یا مسج. کامپیوتر میره میبینه داخل مسج چی ذخیره شده و بعد میاد اون برای ما نمایش میده به عبارت پرینت میکنه. خیلی خوب. ولی خب بحث وریبل ها چیه بچه ها؟ وریبل ها یک سری اسم هایی که ما به یک سری ولیو ها میدیم. مثلا ما یک مقدار 5 داریم یا مثلا مقدار hello world، فرض مثال hello world، یک مقداری داریم به نام hello world و من میخوام اینا بهش یک اسم بدم یا در یک جایی ذخیره بکنم و بعدا بتونم ازش استفاده بکنم. این کار وریبل ها انجام میدن. وریبل ها یک سری اسم هایی که یک مقدار رو داخل خودش ذخیره میکنه. مثلا مس یک وریبله که مقدار hello world داخل خودش ذخیره کرده. این میشه بحث وریبل ها. وریبل ها رو به چه صورت تعریف میکنیم بچه‌ها؟ وریبل ها رو به این صورت تعریف میکنیم. defining روش تعریفشون برای تعریف کردن این هست که اسم وریبل بنویسین، بعدش علامت مساوی رو میگذارین. این جمع به این معنا هست که علامت مساوی باید بعدش باشن. اولش یک ولیو یا مقدار بهش تعریف میکنه و تو این قسمت پایین مس بچه‌ها نام وریبل ما هست، بعدش علامت مساوی رو گذاشتیم و بعدش هم یک مقدار بهش دادیم، مقدارش hello world. از شما میتونیم بارها و بارها از اون وریبلتون استفاده بکنیم. مثلا من دوباره میام مثل دوباره پرینت میکنم به این صورت و یک بار دیگه پرینت میکنم مثل و بعد از اینکه روی ران کلید بکنیم بچه‌ها به این صورت برای من 3 بار اون پیام نمایش میده. این hello world داخل مثل ذخیره میشه. بعدش میاد اول میبینه یه چیزی رو باید نمایش بده کامپیوتر، مقدار مسیج نمایش میده، دوباره خط بعدی دوباره نمایش میده و خط بعدی دوباره به نمایش میده. رو به همین ترتیب بچه‌ها از بالا و پایین کد ران میشن. وریبل ها میتونن داخل خودشون یک مقدار ذخیره بکنن و بعد ما میتونیم از اون مقدارها به این صورت استفاده بکنیم. یادتون باشه وقتی بخواید از یک مقدار استفاده بکنین، یک وریبل استفاده بکنین، شما نیاز دارین نام دقیق شه بنویسین. اگر من اسم وریبل مس گذاشته باشم و اینجا مسیج بنویسم که مسیج من اسپلش هم اشتباهه، مسیج بنویسم، اگر بیام فایل ران بکنم، بذارم ترمینال تمیز بکنم، اگر بیام ران بکنم اینجا برای من ایرور میده بچه‌ها. دلیلش این هست که کامپیوتر میگه هیچ چیزی به نام مسیج داخل کد بیس وجود نداره و تو اومده ازش استفاده کردی. حالا این قسمت آخر بچه‌ها اگر دقت کرده باشین یک ایرور برای ما داده، اسمش نیم ایرور هست. اولش برای ما پیام هم گذاشته گفته messages not defined، یعنی مسیج اصلا تعریف نشده و شما میتونین این مسیج تبدیل به مس بکنین و بعد سیو کردن و ران کردنش دوباره برای ما تمام کدهای اجرا میشه. ضمن یک نکته کوچیکی دیگه که یادتون باید باشم این هست که اگر من بیام دومی رو مثلا به عبارت یک اشتباه بکنم، مثلا اینجا از مسیج استفاده بکنم در صورتی که مسیج اصلا تعریف نشده، یادتون باشه که چون کامپیوتر از بالا به پایین کدها رو ران میکنه و اصلا چپ به راست، خط اول اجرا میشه، خط دوم هم اجرا میشه، ولی خط سوم چون اشتباه رخ داده کامپیوتر از خط سوم به بعد ارور میگیره. برای آوتپوت این پروگرامی خروجی که برای ما توی ترمینال نمایش میده به این صورت باشه که خط اول خب به هر حال ما چیزی رو توی ترمینال نمایش نمیدیم، فقط یک مقدار میگیریم داخل یک وریبل ذخیره میکنیم، یک متغیر،
توی خط سوم باید بیاد مسیج هلو ورلد پرینت بکنه و بعد خط سوم که میرسه یک اشتباه رخ داده، از این به بعد دیگه باید ایرور بگیره، دیگه نباید چیزی رو به نمایش بگذاره. اگر به این صورت چه بکنه ران بکنه، دقت بکنه بچا اون هلو ورلد اولی رو برام پرینت کرده ولی دومی قسمت بعدش برام ایرور داده. مثلا یک ثبوتی به عبارتی این که کامپیوتر همیشه از سمت بالا به پایین کد رو ران میکنه و از چپ به راست، این هست که هر جایی که اشتباه بکنه از اون به بعد دیگه ران نمیشه. یعنی چند قسم ما اشتباه نداشتیم، از بالا به پایین آمده، اینم ران کرده، ولی بعدش که اشتباه رخ داده دیگه هرچی کد بعدش بوده ران نکرده برای ما. خیلی خوب، دو تا نکته خیلی خرد به این ذکر بکنیم. یک نکته هست به نام باگ ها کلا میشه خطاهایی که توی برنامه نویسی رخ میدن یا ارورهایی که معمولا شما توی برنامه نویسی دارین. و ضمناً execution flow هست بچه. execution flow یا جریان اجرای فایل هست یا جریان اجرای کد هست که همیشه میشه top to bottom، یعنی از سمت بالا به پایین، left to right، سمت راست چپ به راست. به این صورت کد ها همیشه ران میشن سمت بالا به پایین و چپ به راست. اینا همیشه یادتون باشه. خیلی خوب، در قسمت بچه دو تا موضوع خیلی مهمه بحث کردیم. یک بحث فانکشن ها هست، برای بحث فانکشن ها بحث وریبل ها هست. فانکشن ها یک سری فعل هایی هست که داخل زبان های برنامه‌نویسی وجود داره. یک سری فعل هایی که ما خودمون میگیم تعریف میکنیم، بعدا ما میتونیم فانکشن ها رو تعریف هم بکنیم، یعنی خود ما به یک فانکشن خاص بسازیم، یک سری کارا رو انجام بدیم. برای فانکشن ها یک سری فعل های خاص هست که به کامپیوتر میگه باید چه کار انجام بده. مثلا پرینت یک فانکشنه که یک ورودی میگیره و به کامپیوتر میگه این ورودی رو باید توی قسمت ترمینال نمایش بدی، یا این قسمت پایین صفحه که تب ترمینال توش باز است میگه نمایش باید بدی. اون موضوع وریبل ها هست بچه. وریبل ها یه سری اسمان که ما اون اسمان رو تعریف میکنیم و بعدش یک سری مقدارهای وریو ها رو به اونها اساین میکنیم یا میسپاریم. اونها اون وریو ها رو داخل خودشون نگه میدارن و بعدا میتونیم توسط اون اسم یا وریبل از اون وریو های اون مقدارها استفاده بکنیم. دو تا موضوع کوچیک هم بود. یک موضوع دیگه هم باگ بود. باگ ها کلا خطاهایی توی برنامه‌نویسی اتفاق میفته. و یک اکزیکیوشن فلو هست بچه. بذار من کاملش بنویسم. اکزیکیوشن فلو هست یا جریان اجرای فایل یا برنامه، همیشه تاپ تو باتم، سمت بالا و پایین و لفت تو رایت هست، یعنی چپ به راست. برای تعریف کردن یک وریبل یا برای اینکه ذخیره بکنید یک مقدار تو یک وریبل هم از این حال استفاده میکنید. یک نام میدین بعد علامت مساوی و بعد اون مقداری که میخواین ذخیره بکنید. خیلی خوب، یه چیزی که اصلا میخوام این هست که بعداً وقتی ویدیو رو تماشا میکنید تو این قسمت ویدیو رو پاز بکنید و این چالنجی که براتون میگذارم انجام بدید. اصلا میخوام یک وریبل ایجاد بکنیم داخل خودش یک عدد ذخیره بکنم. مثلا عدد میتونه حالا 100,000 یا هر چندی باشه و بعدش همون وریبل یا عدد بیاد توی قسمت پرینت دومی توی کنسول نمایش بده یا توی ترمینال. من مستقیم رو روی انجام دادنش، حالا شما وقتی ویدیو رو تماشا میکنین پاز بکنین و این انجام بدین. خیلی خوب، گفتیم که ما میخوایم یک عدد ذخیره بکنیم داخل یک وریبل. من اسم وریبل نامبر میگذارم و بعدش علامت مساوی رو میگذارم و میخوام عدد 1000 رو داخلش ذخیره بکنم یا حالا 10,000 مثلا. و بعد میخوام توی قسمت پرینت دومی مقدار دومی که نمایش میدم توی ترمینال این نامبر باشه، اون عدد 1000. من از اون وریبل نامبر استفاده میکنم، سیو میکنم و بعد از اینکه ران بکنم پروگرام بچه به این صورت برام میاد نمایش بده. یک اول میاد هلو ورلد داخل مس ذخیره میکنه، بعدش میاد 1000 رو داخل نامبر ذخیره میکنه. توی قسمت پرینت اولی میاد مسیج یا هلو ورلد نمایش میده و توی قسمت پرینت دومی نامبر یا 10,000 میاد برای ما به نمایش میگذاره. خیلی خوب، و یک نکته خیلی کوچیکی دیگه هم که مهم خیلی نیستن ولی یادتون باشه این هست که خیلی از فانکشن ها مثل پرینت داخل زبان برنامه‌نویسی پایتون قبل وجود داره و بسیار از اینها رو باید اصولا شما یاد بگیرین و حفظ بکنین. میخوام بدونم بچه تا اینجا سوال هست یا نه؟ خانم آقای احمد صمیم
بفرمایید. بله استاد، دمی دبل کوتیشن استاد چه وقت استفاده میشه؟ چون پیشتر شما عدد دوره اینجا نوشته کردین ولی دبل کوتیشن ندادین. مثال خیلی سوال واقعا خوبی بود، چون حس میکنم فراموش کردم این موضوع رو بهتون بگم، ولی این الان هم بحث میکنیم. یک از موضوعات بحث ما هست، فقط یک همین موضوع قرار هست ظاهرا امروز بحث بکنیم. یک موضوع مانده که بحث بکنیم تمام میشه. دابل کوتیشن و سینگل کوتیشن با هم دیگه اولا هیچ فرقی ندارن، ولی یه چیز داریم به نام ولیو یا مقدار. بچه توی زبان‌های برنامه‌نویسی این 10,000 یک مقدار عددی هست، بعد این هلو ورلد یک مقدار به عبارت متنی هست. وقتی بخوایم مقدارهای متنی را توی زبان‌های برنامه‌نویسی نشانه گذاری بکنیم یا مثلا بگیم که این هلو ورلد که من نوشتم یک مقدار متنی هست، نیاز هست با دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن بپوشانینش. در غیر این صورت اگر این بدیم به کامپیوتر، توی بعض از زبان‌ها به عدد تبدیل میکنه این هلو ورلد، توی بعض زبان‌های مثل زبان برنامه‌نویسی پایتون هم ارور میگیره. بران یه چیز رو برام مقدار عددی، مقدار حرفی یا مقدار به عبارت لغتی، مقدارهایی که لغتیه یا مثلا ورودی هایی که مثلا لغت داره داخل خودش، حرف داره، اساسا باید همیشه توسط دابل کوتیشن پوشانیده میشه. مقدارهای عددی مثل 1 2 3 منفی 10 منفی حالا 10,000 منفی لایتن هایی که نداریم، ولی حالا یک عدد خیلی بزرگ، همه ایشان میتونن بدون دابل کوتیشن باشه، یعنی هم میشن مقدارهای عددی. بعضی اوقات مقدارهای اعشاری هم داریم بچه‌ها، اسمش هم بذاریم f، مثلا مثل 3.14. مقدارهای اعشاری رو هم شما نیاز ندارین که چه بکنین با دابل کوتیشن چه کنیم بپوشونین. اینها را حالا توی چند دقیقه بعد قرار هست صحبت بکنیم. یک بحث خیلی کوتاه داره و بعد تمام میشه. اما تماما مقدارهای لغتی وقتی داخل وریبل ها ذخیره میکنین یا مقدارهای لغتی میخواین استفاده بکنین، همیشه باید توسط دابل کوتیشن پوشانیده بشه. و امیدوارم که سوالتون جواب داده باشم. سوال دیگه بچه‌ها؟ خانم محمد بفرمایید. استاد جان، در بخش همین کوتیشن ها که شما گفتین، در بخش وقتی شما قبلا وقتی یک متن یا ولیو رو شما نوشته کرده بودین، هم کوتیشن دادین هم قوس. آها، اون قوسی که بچه گذاریم خیلی خوب، این کد بیس ما نیست متاسفانه. اون قوسی که بچه ما دادیم مربوط به مقدار چی نیست، مقدار حرفی نیست، اون مربوط به فانکشن ها هست. من راجع به وریبل ها اینکه چطور تعریف کنیم صحبت کردیم، اما راجع به صدا زدن فانکشن ها یا استفاده از فانکشن ها براتون ساختار ندارم. دقت بکنید بچه، defining or calling، ما بیشتر وقت از فانکشن های استفاده میکنیم، بهشون میگیم calling فانکشن یا صدا زدن یک فانکشن. وقتی بخوایم فانکشن ها رو صدا بزنیم بچه ها، همیشه اسم فانکشن میگیریم همراه با قوس بستن. این روش صدا زدن فانکشن ها هست. مثلا print قوس بسته. برای این قوس بسته مربوط به print میشه، مربوط به مقدار حرفی نمیشه. و ضمناً وقتی فانکشن ها رو صدا میزنیم و میخوایم یک ورودی رو هم برش تعریف کنیم، همیشه یادتون باشه که اون مقدار ورودی رو باید داخل قوس بدین. به این صورت برای اون قوس بسته مربوط به فانکشن میشه، مربوط به استرینگ یا مربوط به مقدار حرفی نیست. خیلی خوب، سوال دیگه بچه‌ها؟ خب بچه‌ها نزدیک میشیم به پایان به هر حال موضوعات. دو تا موضوع خیلی کوچیک دیگه هم هست و اینها رو بحث بکنیم با هم دیگه تمام میشه. البته یک موضوع، دو موضوع نه. راجع به وریبل ها صحبت کردیم، گفتیم یک مقدار رو داخل خودشون ذخیره میکنن. بذار من مطابق کوتاه پاک بکنم و بعدش اون مقداری که ذخیره میکنه بچه‌ها میتونه مقدارهای متفاوت باشه. ما توی زبان برنامه‌نویسی پایتون 4 نوع مقدار خیلی خاص داریم. یک مقدار هست برای مقدارهای استرینگ. بذارم من اینجا بنویسم types of values.
یا نوعیت مقدارهایی که ما میتونیم به عبارت توی وریبل ها ذخیره بکنیم. یک نوع مقدار خاص اسمش استرینگ هست بچه‌ها. یک نوع مقدار خاص دیگه اسمش اینتیجر هست. اینا اسمشون انگلیسیه ولی بعدا معنی فارسیش هم بهتون میگم. یک مقدار خاص دیگه بچه‌ها اسمش فلوت هست. یک مقدار خاص دیگه هم داریم به نام بولین. امیدوارم که اسپل اشتباه نشده باشه. فکر کنم بولین به این صورت نوشته میشه. بله. خیلی خوب بچه‌ها. ما دو مدل شیطان رو دیدیم. یک مدل دیگه هم چند دقیقه پیش من بهتون یک مثال زدم. استرینگ ها بچه‌ها میشه word or text values. کلاً مقدارهای متنی یا مقدارهای لغتی شامل استرینگ ها محسوب میشه یا به عبارت یک استرینگ گفته میشه. به چه صورت تعریف میکنیم؟ how to define، چجوری باید تعریفشون بکنیم؟ معمولا مقدارهای متنی یا مقدارهای لغوی رو توی زبان برنامه‌نویسی بچه‌ها تعریف بکنین همیشه کوتیشن باز میکنه و کوتیشن بسته میکنه. به این صورت میتونه سینگل کوتیشن باشه یا دابل کوتیشن باشه و بعد ولی یا مقدار خودشون مقدارتون به این صورت داخلش جاسازی میکنه. یک. دو، مقدارهای اینتیجر بچه‌ها به صورت کلی میشه numbers یا whole numbers یا اعداد به عبارت فکر کنم بهش میگن زالن یا با زد نشان میدن. خیلی خوب بچه، به اعدادی که کامل باشه، به اعداد قسمت کسری یا اشاری نداشته باشه بهشون میگن اینتیجر و اینا مثال هایشون مثلا این هاین، مثلا یک، نمیدونم دو یا منفی 10 یا منفی خلاصه 1000 یا خلاصه متوقعیشان. بعد فلوت داریم بچه. فلوت هم یک نوع دیتا تایپ یا یک نوع از ولیو یا مقدار هست که ما معمولا به کامپیوتر یا زبان برنامه‌نویسی پایتون میدیم. فلوت هم میشه fractional numbers یا اعدادی که قسمت fraction یا اعشاری داره یا به عبارت بهشون میگن decimal numbers، اعداد اعشاری. نمونه مثالشون چیه؟ فرض مثال 1.5 یا مثلا 3.14 کنه عدد پای میشه یا مثلا منفی 5.3. به این صورت اینها میشن مقدارهای اعشاری. و بعدش مقدار بولیان داریم بچه‌ها که یه مقدار خاص هست به نام true false. مثالش هم توی زبان برنامه‌نویسی true هست و false هست. true با حرف کلان و false با حرف کلان. این بولیان ها فقط دو مدل داره یا دو قیمت میتونه بگیره، یا true یا false. برای اینا نوعیت های مقادیر یا ولیو هایی که ما توی زبان برنامه‌نویسی میتونیم تعریف کنیم. خیلی خوب. یه چالنجی که حالا بعداً وقتی ویدیو رو گوش میدیم میخوام بهتون بدم این هست که یک پرنس بنویسین و میخوام یک ولیو از هر کدوم اینها پرنت بکنیم. خیلی خوب. و این کار من خودم فعلا انجام بدم، بعداً شما ویدیو رو تماشا میکنین میتونین پاز بکنین و بعد انجام بدین. پس من میخوام یک استرینگ پرنت بکنم بچه‌ها، یک مقدار لغتی بنویسم هلو مثلا، یا حتی یک حرف میتونه باشه مثلا بنویسم h. این پرنت کاری که انجام میده یک مقدار استرینگ، یک مقدار لغوی یا متنی رو میاد برام پرنت میکنه و اون h داخل دابل کوتیشن بچه‌ها اومدم چه کردم به این صورت تعریف کردم. شما میتونید یه سری فاصله هم بدین، مثلا من این مقدار فاصله ایجاد میکنم و اون ELL اویش آخر مینویسم مثلا این مقدار فاصله. هر روز هم یک مقدار متنی به عبارت حساب میشه. هر چیزی که داخل این دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن بیاد. بعد یک مقدار عددی پرنت میکنم، مثلا میذارم 3. یک مقدارم مقدار اعشاری پرنت میکنم 3.14 و یک مقدارم مقدار بولیان یا ترو فالس پرنت میکنم که فقط میام ترو پرنت میکنم به عبارت درست و سیو میکنم. الان اگر ران بکنم بچه به این صورت هست که اول میاد اون هلو رو برام پرنت میکنه، یه مقدار به چه صورت بگم مقدار متنی یا استرینگ. بعدش اومده اون عدد برام پرنت کرده، عدد 3، بعدش عدد اعشاری 3.14 و بعدش هم ترو. برای اینکه بجای اینکه خود مقدار رو پرنت بکنین، بجای اینکه خود مقدار رو بچه پرنت بکنین،
فقط نوعیت مقدار رو پرینت بکنین. مثلا من نمیخوام خود هلو رو پرینت بکنم، من میخوام نوعیتش رو پرینت بکنم ببینم شامل کدوم این کاتگوری میشه. شما میتونید از فانکشن، این یک فانکشن دیگه ای بچه‌ها، یک فانکشن داریم به نام تایپ آف. اگر اشتباه نکنم فقط باید بنویسیم تایپ /14 و بذاریم ببینیم اگر اشتباه نکرده باشم باید تایپ باشه و اگر اشتباه کرده باشم که من احتمالاً نام فانکشن یادم رفته. خیلی خوب، دقت بکنید بچه‌ها از فانکشن تایپ استفاده میکنین. تایپ آف توی زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت هست و اگر اینجا دقت بکنین به جای اینکه اون 3 رو برام پرینت بکنه بذارم 3.14 بنویسم. به جای اینکه 3.14 رو برام پرینت بکنه نوعیتش رو برام پرینت کرده، گفته این فلوته. یا میتونه مثلا این مقدار هلو رو داخل تایپ قرار بدین، بنویسین هلو ذخیره بکنه و به جای اینکه بیان خود هلو رو پرینت بکنین این تایپ هلو رو پرینت بکنین اینجا و بعد از اینکه سیو زدین و پرینت کردین براتون به جای اینکه خود هلو رو پرینت بکنه میاد به عبارت اون تایپ نوعیتش برام پرینت بکنه. میگه مقدار یا نوعیتش استر هست یا استرینگ، بعدی فلوت بودم من میام این هم تبدیل به تایپ میکنم و مقدار استر بهش میدم و قسمت آخر هم ترو رو داخل فانکشن تایپ قرار میدم ترو و اینجا اگر پرینت بکنیم الان دیگه به جایی که خود مقدارها رو بیاد برام پرینت بکنه نوعیتش رو پرینت میکنم، مثلا مقدار استرینگ، مقدار اینتیجر، مقدار فلوت، مقدار بولین. از این موضوع هم بچه‌ها بحث ما تمام میشه. ما معمولا 4 نوع مقدار خیلی خاص توی زبان برنامه‌نویسی پایتون داریم: استرینگ داریم، اینتیجر داریم، فلوت داریم، بولین. استرینگ ها مقدارهای لغتی هستند داخل دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن اور سینگل کوتیشن، یعنی شما میتونید داخل سینگل کوتیشن ها هم ذخیره بکنید. بعدش مقدارهای عددی هستن که به عبارت اعداد کامل، فکر کنم اعداد کامل بهشون بگن دیگه، اعدادی که قسمت کسری ندارن. مقدار فلوت هست بچه‌ها که شامل مثلا اعداد کسری ها و اعداد اعشاری میشن و بولین هست که شامل 2 مقدار ترو و فالس فقط میشن. خیلی خوب، فانکشن تایپ هم بچه‌ها خواندیم. تایپ برای ما نوعیت یک مقدار مشخص میکنه و یک فانکشن دیگه هم من بهتون یاد میدم، این آخرین فانکشن ما هست. فانکشن ها گفتیم به کامپیوتر میگه یک کار رو انجام بده. فانکشن پرینت مثلا به کامپیوتر میگفت بیا یک پیام رو به نمایش بده. یک فانکشن دیگه هم داریم بچه برام اینپوت هست یا ورودی. وقتی از اینپوت استفاده میکنین کامپیوتر به جای اینکه بیاد توی قسمت ترمینال یا قسمت خروجی برای ما یک مقدار نمایش بده، اینپوت کاری که انجام میده این هست به کامپیوتر میگه از داخل ترمینال یک ورودی دریافت بکنه. خیلی خب، من این اینپوت الان تعریف میکنم و الان پروگرام اگه ران بکنم بچه‌ها پروگرام متوقف میشه، یعنی کامل اجرا نمیشه و کاری که من الان انجام میتونم بدم این هست که من میتونم یک مقدار بیارم توی ترمینال بنویسم و بعدا این مقدار فرستاده میشه داخل اینپوت ذخیره میشه. به عبارت این اینپوت اون مقدار از داخل ترمینال دریافت میکنه. الان اگر ران بکنم بچه‌ها به این صورت یک ایرور کوچیک هم داریم که گفته کیبورد اینتراپشن. خیلی خوب، ظاهرا یک مشکل کوچیکی هم وجود داره. حالا ولی به صورت کلی اینپوت فانکشنش کاری که انجام میده این هست که یک مقدار از قسمت خروجی ترمینال برای ما دریافت میکنه. حالا کاری که شما میتونید انجام بدین این هست که من میتونم مقدار که دریافت میشه رو داخل یک وریبل ذخیره بکنم. مثلا اسم وریبل خودم میذارم نیم و بعد مساوی قرار میدم به اینپوت. کاری که برنامه برام انجام میده این هست که میاد اون مقدار رو دریافت میکنه از داخل ترمینال، بعدش ذخیره میکنه داخل نیم و بعدش من میخوام اون مقداری که دریافت شده رو دوباره نمایش بدم، مثلا پرینت بکنم. الان کاری که اتفاقی که توی این برنامه کوچیک میفته این هست که اینپوت به کامپیوتر میگه باید یک ورودی از ذخیره یا وریبل بعدش اونو بیا پرینت یا به نمایش بگذار. الان دوباره پروگرام رو ران میکنیم بچه. خیلی خوب، یه بار دیگه ران بکنیم. خیلی خوب، اینجا متوقف میشه برنامه و من مقدار هلو رو مثلا بهش چه میکنم میفرستم. الان این هلو باید بیاد داخل نیم ذخیره بشه و بعد به نمایش گذاشته بشه توسط پرینت. اینجا کلیک بکنم بچه‌ها این هلو به عنوان ورودی فرستاده میشه و بعد وقتی کامپیوتر به پرینت میرسه
اون مقداری که داخل نیم یا هلوی که داخل نیم ذخیره شده رو میاد برای ما نمایش میده. یک کار کوچیکی دیگه هم که میتونیم بکنین این هست که انجام بدین این هست که میتونیم بنویسین hello یک کوچولو ایمپروومنت. بعد میتونیم قسمت پایین از جن استفاده بکنیم، بگیم مقداری که دریافت میشه رو بیا جن بزن به هلو، یعنی هلو رو هم نمایش بده و مقداری که توی نیم هست بیا بچسبون به هلو و این کارم کاملا درسته و شما میتونید انجام بدین. الان کار اتفاقی که میفته این هست شما یک ورودی میدین بهش، داخل نیم ذخیره میکنن، بعدش میاد میگه هلو و بعد اون نیم بهش میچسبونن. بذاریم ببینیم دقیقاً پروگرام چیکار میکنه. حالا یه ورودی از ما میخواد، من مثلا مینویسم علی، الان اتفاق میفته علی به اینپوت فرستاده میشه از داخل ترمینال و بعد میاد داخل نیم ذخیره میشه. بعد پرنت میاد این کار انجام میده، هلو رو نمایش میدن و بعد نیم هم بهش میچسبونه، این علی رو هم بهش میچسبونه. الان اینتر میکنم بچه‌ها و برای میگه هلو علی و این اولین پروگرام به عبارت فانکشنال و قابل استفاده ایتان هست. یک نام به عنوان ورودی دریافت میکنین، ذخیره میکنین و بعد میان با اون اسمی که دریافت کردین به عبارت کامپیوتر میگن سلام بده و داخل اینطوری انجامش میدین. خیلی خوب. اینپوت هم یک چیزی میتونه به عنوان ورودی بچه‌ها بگیرن. من یک ورودی استرینگ بهش میدم، مثلا میگم که what is your name، اسم شما چیه، و بعدش یک فاصله میدم و تمام. یعنی یک مقدار استرینگ به عنوان ورودی اینپوت میدم. حالا این کاری که برای ما انجام میده این هست که همزمان که میخواد ورودی رو بگیره یک پرامپت هم به یوزر میده، به عبارت به یوزر میگه چی کار انجام بدم. ما میگیم what's your name، مثلا اسمشون چیه. الان اگر فایل رو ران بکنیم و اجرا بکنیم اینپوت اجرا میشه، ورودی رو از ما میخواد ولی در این حال یک پیام برای ما نمایش داده، یعنی به یوزر به عبارت میتونه کمک بکنه که حالا دقیقاً چی چیز رو باید وارد بکنه. و این what's your name در واقع به عنوان یک ورودی هست که ما به فانکشن اینپوت میدیم و به عنوان یک کمک کننده بعداً به یوزر حالا میتونه استفاده بشه. علی رو من دوباره به عنوان ورودی میدم، اینپوت مقدار علی رو دریافت میکنه و از دریافت کردن داخل نیم ذخیره میکنه و بعدش میاد توی قسمت پرنت هلو رو پرنت میکنه، ولی در این حال نیم هم به هلو میچسبونه یا جن میزنه بهش. موضوعات سشن یک ما بچه به پایان رسیده و ویدیو بعداً در اختیارتان قرار داده خواهد شد، ولی سوال اگر هست میتونیم بپرسین. در صورتی که سوالی نیست میتونیم سشن ببندیم. منتظر سوال دوستان هستم بچه. خانم زهرا محمدی بفرمایید. سوال دوستان هست. خانم فاطمه رضایی هم ظاهرا سوال دارن. سلام درود استاد عزیز، تشکر یک جهان به خاطر جلسه امروز. سوال من این بود در قسمت مواد درسی که علاوه بر جلسات آنلاینی که داریم آیا مواد درسی دیگه هم با ما شریک میشه مثل کتاب یا بعضی ویدیوها که ما در جریان هفته انجام بدیم؟ ویدیوی خود سشن ریکورد میشه و یه سری اساینمنت ها و تمرینات بهتون داده میشه، ولی تمرینات فقط اینستراکشن میدیم به چه صورت انجام بدین. تمرینات یک مقدارش مرتبط به درس هست، یک مقدارش هم یک مقدار فراتر از درس، یعنی کوچولو مثلا ممکن مشکل تر باشه، ولی سورس های خیلی خارجی ممکنه زیاد بهتون داده نشه مگر اینکه حالا خودتان درخواست بکنید، چون خود کاریکولمی که ما ریختیم به حالت کامل هست، موضوعات خیلی زیاد داره، در سطح ابتدایی شامل کردیم. خیلی خوب، سوال دیگه بچه‌ها اگر باشه. خانم رسولی. سلام استاد، وقتتون بخیر. استاد چالش هایی که دادین اونا رو کجا بانیم؟ متوجه نشدم چی ها؟ سلام وقتتون بخیر. گفتم که چند تا چالش که دادین اونا رو کار کنیم، به اشتراک کنیم با شما یا نه؟ و اگه به اشتراک کنیم کجا؟ قسمت چالش ها بچه، چالنجی که داخل ویدیو بهتون داده میشن نه نیاز است جایی آپلود بکنی یا ببینیم، فقط خودتان
جریانی که ویدیو رو دارین تماشا میکنین چالش ها رو انجام بدین و بعدش من خودم معمولا حلش رو گذاشتم، یعنی بعد از این گفتم چالش هست خودم حل کردم و بعد از روی حلی که خودم به هر حال براتون گذاشتم میتونین به عبارت به عنوان یک اینستراکشن یا راهنمای استفاده بکنین. اما غیر از چالش ها یه سری اساینمنت ها خارج از درس بهتون داده میشه، خارج از چالش هایی که داریم اونها رو باید توی قسمت گوگل کلاس رومی که داریم باید آپلود بکنین. بعدن اینستراکشن ها رو آقای ملک زاده بهتون میگذارن به چه صورت آپلود بکنین و هر اساینمنتی که بهتون داده میشه اینستراکشن داره. سوال دیگه بچه؟ خیلی خوب، اگر سوال نیست روز خوبی داشته باشین و یک آخر هفته خوبی. خدا نگهدار دوستان.